کی باشه. سلام دوستای عزیزم. امیدوارم همه کسا داخل میشیم. انا یک کمی گویم که یک جویگی با هم صحبت میکنیم. یعنی دوستای عزیزم، خب انشالله امیدوارم که همه کسا سر یه مسئله صحبت میکنیم. امروز 48م برنامه بوده است که شما مرا دستگیری کرده آمدستین و بگیم که ما هم خسته نشیده جستجو گفتگو کرده برای شما یگان کمبودی های بگیم که 30 ساله امام علی رحمان گفته آمدستیم. امروز موضوع ما هموطنای عزیزم عفو عموم یا اینکه باز هم بیزنسی اویله، در این مسئله میخوایم کمی صحبت کنیم. چرا این عفوها گویم که هر ساله شده؟ یعنی اول پیشتر هم یک وقتای انتخابات پرزیدنتی یک چیزا در عفو میکردن برای آوازگیری. امام علی بخشی یا که بخشنده نه بگیم رول خدا رو هم بازی کرده، میبخشم جیندون تا میکنه بو میبخشد پگده. خلاص سیستم های زندان. البته که در این باره ما یک بار گپ زده گذشتگی هم بدیم، خطا نکنیم. لیکن این دفعه که باز آمد که در عفو عموم که کسات سکت سخن، باز هم مجبوریم که تکرارم شوه، یعنی که همون موضوع زندان و بیزنس، یعنی که تاجیک مثل یک صابون یا اینکه مثل یک نمیدونم چی بگیم، یک چیزی که یک توار بگیم به زبان روسی، مثل یک چیزی که از اینجا میخری از اینجا میفروشی. اما تاجیک یک توار شدگی است که برای او، یعنی تاجیکستانی، برای او پول رسخود کردن، یعنی که بیزنسمن های مایی که داریم، حکومت تاجیکستان میگن خلق تاجیکستان یک توار همچون یک بیزنسمن از یک جا یک توار خریده آورده میفروشه، اما یا قپیده میورن زندان میکنن و بعد از او هر سال یک بار عفو عموم، عفو طلایی، عفو نقرگی، عفو نمیدونم سربریستی و عفو آهنی و خلاص ابرد نه تاجیکا را، همو زندانیا را سودا میکنن، سودا، و نزدیکانی اونها پیش زندان میروند. خیلی میگم ته $5000 $10000 عفو میبرویه، نباشه 4 سال دیگه میشینه، نباشه 5 سال دیگه میشینه. البته که همه ایرانی یک تدتای هست که هم خیلی سرش میتین برای چشم جامعه جهان سر میتین، یک تدتاش سر میتنم خیلی به پولم میگن سرتنه که اساس مقصد از عفو پولکور کردن است. امروز باز هم در مغازه بگیم بیزنسی عفو امام علی رحمان کشوده و بگیم که اعلان شد. الکه که سر صدا که امام علی رحمان با حکومت یا که با دپوتات و پارلمنت که روان کرده شد که از نام امام علی رحمان، این معنای او را داره که
کدامت که فرزندت زندان است، کدامت که پدرت زندان است، کدامت که مادرت زندان است. شما تیاریتون رو ببینین و اوجه دگاوری چکدن گیرین، یعنی صحبت اوجه چند سم دا میخری بچتا، اوتتا چند سم میخری، خب اوچتا چند سم میخری، میفروشن. یعنی که آف این یک بیزنس است. یعنی که بگیم که مردم تاجیکستانی ها زیر یک بیزنس اویلاوی قرار گرفتگی هستند. از کوچه میقپن میبرن، در کلات تهمت میکنن، سلفی میگن، نمیدونم دینی و دنیاوی و دزدت میگن، حقارت کردی میبرن محکمت میکنن. یک سال بعد ای سال دیگه امام علی رحمان در مغازه شک شده، تاجیکستانی های زندانی با فروختن تیار هستند. کشوده و اعلان شد مرحمت کنین، خریداری کنین فرزنداتون. باز ما و شما میریم از امام علی رحمان مبلغ داده بچه‌مون خریده میگیریم، اکمون میخریم، دودرمون میخریم، پدرمون میخریم. همونهایی که به هیچی زندان شدن. از همه عجیبیش برای ما یک چیز توفت که تاجیکستان 10 میلیون نفوذ داره. یعنی نفوذ تاجیکستان در این حال 10 میلیون رسیدگی است. از 10 میلیون اگر 4 تقسیم میکنیم در 4 10 میلیون در 4 تقسیم میکنیم. یعنی 2.5 میلیون بگیم که زنها، 2.5 میلیون مردها، جوانها دارم یاشا، و از همین 2.5 میلیون دیگر بگیم که کودکها، بچه ها و 2.5 میلیون دیگر کلانسالا، پیرانسالا، می شود 10 میلیون اهالی. 10 میلیون می شود اهالی، یعنی که نابالغ و سردنی و بگیم که انا پیرانسالا. از همیا بگیم که 50 در 50 تقسیم کنیم. اگر مثال 5 میلیون مردانه باشه، 5 میلیون زنانه، یعنی که پول ژنسکوی مژسکوی پول میگن. 10 میلیون میگیم، 5 میلیون ما با برابر حساب داریم، 5 میلیون مرد و 5 میلیون زن. از همین 5 میلیون مرد بگیم که 1.5 میلیونش کودک است و 1 میلیون دیگهش بگیم که کلانسال، پیرانسال. 3 میلیون یعنی میانه سال میمونه، بگیم که از 18 تا بگیم 55 ساله را 3 میلیون میمونه. 3 میلیون اهالی میمونه. یعنی که همون سردنی возраст بگیم از 18 تا 50 ساله یا 55 ساله 3 میلیون میمونه. از همین 3 میلیون 2.5 میلیونش در روسیه هستند. خیلی زنها هم هست، اما بگیم 2 میلیون پر مردها در روسیه هستند. یعنی 1 میلیون مرد در تاجیکستان میمونه. همون سردنی возрасту، یعنی که خردم نه کلونم نه، ما ایش حساب نکردیم. 1 میلیون مرد در داخل وطن میمونه. در این حال اگر ما نظر کنیم 1 میلیون مرد موندگی است. 2 میلیون در خارج از کشور است. همین خیلی است. هیچ زندان تاجیکستان خالی نمیشود. با همون که رفتاری که اگر نگاه میکنیم هر سال آف میشود. بغرض آف سراکاشون بود چیده برآمده استند. بغرض آف هم هر سال مثال هر هفته هر روز یک انسان دو انسان سراکش بود میشود. هر روز میبروید. یکی زندان تاجیکستان خالی نمیشود. این چی بلا زدی مردم ما را که این چی هست اصلا این زندگی که
дигар тоҷикистоние намондааст ки доғи судӣ ё ки як бор зиндон шишта пул дода набаромада бошад. просто ай куча меқапад, дар калади ачира мезанад, мебарад. варианти бизнеси инсон, живой инсон дар тоҷикистон дар ҳукумат чӣ хел сурат мегирад? барои шумо камтар таҳлил карда метавонем ки чӣ хел сурат мегирад ҳамин чиз, ҳамин ҳолат чӣ хел сурат мегирад. шумо даст намеғалтед, ставкаи шумо бояд аз шумо, аз ҳар яктаи мо ҳукумат як план дорад ки мисол $10,000 бояд бигирад. ӯ муҳим нест, як рӯз намегира ура 10 рӯз намегира, 1 сол намегира, 5 сол намегира. хулас аз шумо сари инсон бояд $10,000 ҳукумат бигирад. ва аз он ҷумла ман худам ҳамин месарубкара гузаштагӣ ҳастам. азбаски ман медонистам хоҳӣ нахоҳӣ ин пула метӣ, надодӣ агар ку ира мегиранд айдаста. зарра нигуфти ҳамон гапо, ҷошда пулша метӣ, баъд мерая уҷа. медонӣ худат бегуноҳӣ, медонӣ просто так тӯҳматат кардестанд, не ки бояд ин пула битӣ биброй. барое ки ҳар яктаи шумо фарқ надорад чӣ зиндон нестен, хирсанд ба ӯ набошен ки шумо зиндон нестен ё ин ки зиндон намешен. зиндон дар тоҷикистон як бизнес аст, як ширкат, як тиҷорате аст ки мисли бигем ки фароз нефтобизнесу ҳастанд ку салярка бензин меоранд мефурӯшанд. ана ҳамин тариқ инсон тоҷикистонӣ, ма ту, акай ма, акай ту, утай ту фарқ надорад. ҳамаи мое ки дар тоҷикистон қарор дорем, мо як товар ҳастем, як бизнес ҳастем. чӣ хел хариду фурӯш мешавад? як инсона мисол камбағалтарин инсона мебинам 2 тагов дора, 3 тагов дора, рашодша мегира, мега бишноненаш, меқапа мешонад. ҷош да мега ки $5,000 метӣ, меброяд. яъне ин условия 100% ҳаст. ҷош да 5 тара метӣ, бачат меравад, не суд мешавад. нате пула судша бадтарин условияи зиндонтон мекунад, касал мешен. шумо касал шавен нашавен, ин қадар хурду хӯрок, дору, дармон ҳамаи ҳамин дар калаи хонаводатон аст. ҳукумат аз номи зиндониҳо аз хориҷ кӯмак мегирад. ӯ ҳам як бизнеси шумо аст. аз номи шумо ки ман як қадар зиндонӣ дорам, хурду хӯрок ва ғайра чизҳо гуфта пул мегирад, кӯмак. ӯ пула мезананд дар хонашон қатъи авлодошон. ту дар зиндон, зиндагии ту дар калаи отаву очат аст. хурду хӯрокату, дору, дармонату дар даҳани дар чандта гӯшноҳои судагӣ ҳастанд. барои авқотта ба бачата бурда соқ саломат расонанд, накованд, нагиранд дурунбудагӣ чизоша. ҳар як передачкат 10 сум 20 сум бояд ту битӣ ки авқоти ту рафта раса. яъне ҳамин протседурара ҳисоб солона пулоша ҳисоб кардан меги худат. як калькулятор рамон зиқ нашида. касал дар як условия мемонад. касал як дорое менависад, метад, ӯ дорура 2 ташам дар бачат намекунад. ҳамаш абрадна дига дар қатӣ бо амо аптека рафта фурӯхта мешавад. барои чӣ? барое ки мо штрихкодои мо дар аппарат зада намешавад ки ӯ дору фурӯхтагӣ аст ё ки фурӯхтагӣ нест. ӯ дору
мерай оптум мегири миёри мети ӯ мебара мефурӯша бо обратно аптекаҳо доранд. ҳар як духтури зиндоне ки кор мекунад дар зиндон 2-3 аптекаи хусус дора ай худаш. хеш табори ма кор мекунам, ма дур намерам. аз ягон ҷо дору намеёрад. ҳамун зиндон мебара обратно мефурӯшаш. дару долия начальникам хуш аст, зам начальникам хуш аст, дигар инсоне ки ҳастанд дар уҷа дару аптекаҳо бизнеси ҳамон группа ҳаст. обратно доротон фурӯхта мешавад, бо рафта бо хитонбо дигаритон рафта мехарен меёрен дора. як дору 30 борам фурӯхта мешавад дар ҳамуҷа. мегам мо дорем дар дурун дору. як кас овардагӣ барои бачаш уҷа мемонад, мегам мо дорем дар дурун дору апам пул шабте арзонтар нарх ай аптека дида я бурин аптекара бибин инам қадар пул мешавад. мисол мегам мо дорем дар иҷа ма метавонам ки ина қадар пул дами дорура барот битам таъмин кунам. пула мегирад доруи дига бачаш намезана, олу акбар дига дорура намебинад. барои хатт бурда расидан, барои фарзанд дуда хат битӣ ва ғайра. ҳамаи ҳамиё пул. ҳамин зиндон як магазине аст ки як таргови центри инсон аст. инсон таргови центр. мисли ки ҳамун гӯшт дар бозор мефурӯшанд, поча ҳаст, грудинка ҳаст, дили ҷигар ҳаст, кала ҳаст, қабрғош ҳаст, бигем почаи қафо, поча ҳар кадомиш своё цена дорад. ҳамин инсон тоҷик, тоҷикистонӣ дар дохили тирма онам хеле як бизнес аст. барои як больничный биромадан $500 5000 сомонӣ визитка метӣ ки бачата дар больничный туғрӣ кунад. мега ҳама пра ҷо нест, намерава ота табугу чӣ табугу пула бита больничный мерем. визиткашаи ҳоли ту номнавис бояд шавӣ ки бояд больница бирой. 5000 сомон буд ҳозир намедонам ки бу чанд кашид ставкаш. 5000 сомон ставка аст. бачат касал мешавад, набошад рӯзи дуроз дар офтоб ё ки дар хинакӣ дар ҳам берн дар чингилакон мешинонадаш, мешинад дар ҳамуҷа. здиватса аст то ки касал шавад, то ки маиб шавад. барои як камера да просто шиштана мехаранд инсоно. ото чаш пул мета, баъд ӯра бо ҷо мекунанд дар ӯ камера мешинад то ки пласт набирояд. як бизнес, як инсон, як тоҷик, як тоҷикистонӣ вақти чанги вода мезанӣ, ти як бизнеси. любой инсоне ки наздикаш зиндон аст марҳамат кунад бар дохил шавад. силка дар поён ман намондам ба фикрам силкара. як дақиқа дӯстои азизам, манзарат ман мехоҳам аз ҳамаи шумо барои он ки ман силкара ҳозир мемонам дар поён. ман хоб ки боша, ман дӯсти азизам ай ҳамат узр мехоҳам ки силкара намонда. хоб ки боша, силкара мондам. кадоме ки силка наметова як бор биброя, айсар бидроя. кадоме мехоҳад ба мо пайвастидан, як бор меброя, аз эфир меброя, полни рост меброя, бо айсар пайваст мешавад барое ки силка қати дохил шавад. кадоме дахоҳад. яъне ки як тоҷикистонӣ коме ки зиндонӣ дорад, муҳим ҳами аст, коме зиндонӣ дорад, зиндонӣ пайваст шавад ки солона барои як зиндониш чанд сум пул расход мекунад. киҳо да взяткаҳо метаҳанд, киҳо да чиҳо метаҳанд, чанд қадар дорупулӣ мегиранд, чанд қадар барои дачкаш пул метаҳанд. зиндониё бошанд, агар хай тоҷикистон уқа зиндонӣ дорад, наход соҳибои зиндонӣ набошад, дохил шаванд, як бор ай эфир коме боша, як бор меброя,
бо айсар дохил мешавад ки то ки силкада пайваст шавад. ана бародар Парвиз Раҳимзода силкара дар коммент подкрепит кунед, шумо бештар бо одамо хубтар бидонанд барое ки даромада тонанд. Дар коммент силкара подкрепит кунед монен то ки одамо дохил шида битонанд. ин ҳаст бизнеси Раҳмонов, яъне як бизнеси зиндон. ҳоле одамо мегӯянд ки Раҳмонов чӣ ба завод намесозад, чӣ ба фабрика намесозад, чӣ ба як пешравӣ намекунад. Раҳмонов да ин чиз дар кор нест, дар ҳолате ки Раҳмонов бизнеси худша дорад. Раҳмонов бизнеси худша дорад. миллионҳо долларҳо солона аз инами зиндон дар кисаи авлод меравад. дар инами авлода дар кисаш меравад. Раҳмонов авлодаш да. Начальник генерал дигарош долиҳои хичуна мегиранд ва боқиша мебаранд, метиранд. дар бораи охирон варианти бизнеси крупни бигем ки оптом бизнес бигем, уҷа тоҷика почистиям мефурӯшанд. Почистиям ё ки ай сари суд мехарӣ, ё ки ай милиса мехариш, ё ки намедонам ай баъди зиндон шидан як моҳ ду моҳ баъдаш бо пул дода кагута аз норозигӣ карда расматрени дела занова карда меброранд, метанад. ё ин ки меисти ҳамуқа сол ҳаму пула ту пардохт мекунӣ, он чизе ки ӯ мехоҳанд. охир ки дар ҷонат расид, хонатам боша фурӯхта, мошинтам боша фурӯхта, дута говтам боша фурӯхта, қарз карда авлодот дода Раҳмонов да бачатай аминисияи Раҳмонов мехарӣ. Яъне оптум бозори Раҳмонов мехарӣ. уҷо оптумай. уҷа дига хел донабай понабай штучни нест. уҷа оптум. солҳои охир ҳар сол оли комрӯзку 6 моҳ баъдаш мекунанд аминисияра. ҳар 6 моҳ аминисия мешавад. ҳар 6 моҳ. аввалам хуб буд ки 3-4 сол як бор мешид. 3-4 солда як бор корш мекардам. барои чӣ? барое ки аз дигар давлатҳо аз номи ё пул омада меистод. Самое главное биқабест пулш омадан мегирифт. аммо ки аз дигар давлатҳои пулҳо кам шидан гирифт, ана дига оптум савдо да гузаштанд. ҳар сол дига оптум савдо. ина бозам ба наздики оптум савдо ишне ки ограничение дорад. 16000 нафар аст, ҳамқадар бояд чикор кунад? берун шавад. яъне ки мо 1 миллион дар дохил дорем, 2 миллион дар хориҷ дорем, 3 миллион. чанд миллиони дига, чанд қадари дига, чанд сад ҳазори дига мо дар дохили зиндон дорем. фақат тоҷикистонӣ зери бизнеси як оила қарор гирифтагӣ аст. зери бизнеси як оила. шумо дар Россия мурдани кор мекунед, дар Тоҷикистон отатон, акатон, як наздиктона, хисрбачатона, намедонам язнатона як каса мехапан мебаранд, зиндон мекунанд. ҳама каса дар Россия кор мекунед, фақат унамура пулша пардохт мекунед ки то ки зиндонбоно кайф кунанд, бишинанд. тай дари зиндон биред. тай дари зиндон биред. коргарои зиндона бибинед, ҳамаш мерседес, 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 мерседес. ҳамаи коргарош. хай ки поён охранникоша намегум. иёш чайпитӣ доранд, ё ҳамун чойпулӣ. ай ҳамун пасилка кор мекунанд. те ягон чӣ метӣ, ягон халта нос метӣ, ягон чиш метӣ, ягон кило нос медрорӣ, ягон чӣ метӣ. зиндонбонора бизнесаш меличовка бизнесай. инам як хабар бачам дабте илтимос намешава, ҷа начальнико нигоҳ доран намешава. хай бояд мега хай чӣ кор кунем,
میگه ته 50 سوم ته بارم بتم شوخیا بالا کنم میبرمش خیلی یک بار بچه ما دبته نه سیدان کا بو چی دیگه یک اومدم ایرا هیدور اومدم چیکار کنم بچه میرا که بو تو سار همینجا بستم که خیلی یک بچه کم دبار ته ما برم ایرا های دورو میویان مادرای ما در پشت در زندانو خوان مادرای ما چیکار میکنن میگه خب پول شبته بارم بتم مایل قانون کنستیتوسیا همه بیزنس های برآوردن قانون ها سببش کردن یک بیزنس دیگه این همه قانون از زپرت است اما پول شبته رحمانوف ده سیستم های رحمانوف ده پول شبته کارت بود میشه اتک قانون است زپرت است نمیشه عادی ترین چیز ماشیناتون باید آینه‌اش سیاه نباشه قانون داره قانون برآمدگی است افیشال نه پول شبته ماشینات آینه‌اش شیشه‌اش سیاه عادی ترین چیز است قانون نه اینکه برای اون برای درآوردن ترتیب نظام قانون جاری شده باشه قانون برای پول کار کردن جاری می شود هازی میبرارنش تو پول شبته بکر تو پول نداری قانون است طاقت تو پول داری اولاد رحمانوف ده پول بگذارون بانکش ده برو اینو تسیوک زندان میشه پول داری بتی ای زندان ببرو میقپنه نداره قانون است بیشی در اونجا در تاجیکستان قانون یک بیزنس است بغرض از بیزنس دیگر قانون گفتنی چیز وجود نداره در تاجیکستان وجود نداره قانون او تنها در روی کاغذ است برای بیزنس است پول کندن رحمانوف قانون بیزنس است قانون بیزنس هر روز میتونه یک قانون برو زپرت کنه قانون قطعی زپرت قانون بخر پول ابته قانون بخر این همین شیشه های سیاه گفتم که قانون قطعی زپرت پول ابته شیشه تا سیاه قانون بخر قانون مثل پراستیتوت کشیدگی است که از کوچه پول امتی میاری کارت بود میکنی قانون تاجیکستان از پراستیتوت که قدی کوچه یگان فرقیت نداره پول ابته لبای کارا بکن قانون تاجیکستان برای پول کار کردن جاری می شود نه اینکه برای ترتیب درآوردن یا اینکه قانون باشه وقتی که قانونی قبول شده مثل پراستیتوت که فروخته می شود پس بدونه که او پرزیدنت خودش کی است چی فرقیت از پراستیتوت که داره پرزیدنت ولی من میگم که قرآن نه که خیلی گپ سخت گپ نزنه که یکی دیگه با هیچ مقایسه کردن نمیشه و میگم این طرف و طرف ما چیزی نیست که ما مقایسه کنیم امروزه موضوع ما دوستای عزیزم درباره زندان و بیزنسی زندان ما خواهش میکنیم انسانایی که نزدیکاشون در زندان باشه بگیم چند سوم سالانه او برای همون رسخود میکنن برای دیدار بینیش برای بالنیسش کسالیش برای نمیدونم پولیش که تو که جوش ایواز کنن زندگیش خوب کنن چند سوم رسخود میکنن سالانه مرحمت کنه کام زندانی دوره در تاجیکستان میتونه که سیلکه در پایان موندگی هستم کمی اگر سیلکه را ندیسته باشه برادر پرویز رحیمزاده سیلکه را پادکریپیت کنین در زیر گویم که کامنت ها از من یه بار دیگه کوشش کنم در زیر کامنت گویم که سیلکه را مونم از خب من همینجا با فکرم نه یک دقیقه حاضر دوستای عزیزم نمیره خب انا نمیدونم شید نشید بخواه شما چینه سیلکه را در بی کومنت موندم پادکریپیت کردن نشید از یک دقیقه از تلفن کنم خب دوستای عزیز من شما را قبول میکنم
ана бародар Салим, салом алейкум. алейкум ассалом. умедворам ки хубу сиҳату саломат бошед. Як дақиқа дӯсти азизам, то ки силкара пак репит кунам дар зери ҳамин як дақиқа. хуб, нафаҳмидам. Закрепить сообщение. Чӣ ба закрепит кардан шуда истодааст? бародар Парвиз Раҳимзода. як бори дигар шумо бифармоед бародари азизам, дар бораи гӯям ки чӣ аст зиндон. алло, салом алейкум. алейкум салом. шумо бифармоед бародари азиз. овози мо аст ака? бале бале. дар бораи зиндон ака, мо як рафиқ муғалидагӣ буд дар зиндон. якум бор дидорбинӣ рафтем. اونجا باز پیسکا داشتیم همون آدم زندانی اگر اونجا می نشونه که مثلا همین فلان فلان آدم میتونه مرا خبر بگیرم کسی نموشه همونجا نباشه همون گفتی و گفت دولش وزمی بده 70 سومون سر هر آدم اگر اونجا بعد نام تاکی نویسون مثلا هر دفعه که رفت خطا نکنون 20 سومونی بود هر هفته هر باره که رفتی همونجا نامت باشه 20 سوم 20 سوم میسپاری بعد میدروی. این مسئله بیزنس گفتی این گپ خودت حقیقت داره کن. یعنی یک آدم درآمدنش 20 سومون است. بله بله. خب مثلا آدمی که امور روی خط نباشه مثلا ایدهشن قیبرم ما یکم بار رفتگیمون 70 سومونی گفت 5 نفر بودیم یکش اکاش بوده بعد ما 4 نفر گفت که نام شما نیست 70 سومونی بتین میدروریم 70 سومون خیلی جا ندروید با چند فکر میکنم که تا 70 سومونی را داده در اومدیم. یعنی اینجا سر آدم است 70 سومون؟ بله بله اکام. انا خب برادر عزیز اصلا ماده همین خیلی گرفتن اکا دیگه دوامش نمیدونم کسی چند مینوت درآمدین دیدین شما او دوستتون؟ اونجا وابسته ایمو چی میکنه اگر مثلا عین عبید دبره اگر ساعت 11 دبره همون یک ساعت میشینی و دا عبید میشه مثلا فایرات چون میکنه میروم بعد یا که سهر پگاه میره یا که بعد عبید بره اگر مثلا هم 2 ساعت 3 ساعت میتونیشتم تو یکم همو دوای نشده فوری نشه فایرات چون نکنن مثلا میشینیم 2 ساعت 3 ساعت یعنی یک آدم 70 سومون درآمدنش برای دیدار دیدن. بله. با چی فکر دارین در باره زندانی ها؟ یعنی تا کجای حقیقت داره بیزنس زندانی ها؟ بیزنس حقیقت 100% حقیقت داره. بیرون از این با چی ها میتین مثال همون رفیقاتون پدر مادر اکا دادرش مثال کسل میشه و یک چیز میشه و مبلغ همین چیزایی که مثلا کساش همین هر هفته پروداکت بود. هر هفته پروداکت. بله. چند سوم دقیقه تقریبا خرید میکنن میبرن هر هفته؟ کمی کم خطا نکنم اگر با حسابی کم بگیریم 50 سوم با حسابی که هیچی با حسابی هیچی 50 سوم یعنی که میبرن میتنش. بله. درآورده دادنش پولاکی است به پول است با او را دادنش؟
анамиҷа аму масалан ам пуле метику аму сараrodam на мисол акаш ёки оташ амвое ки чӣ бигем соҳибдаракошона ҳамо бепулан аму вақте ки дуровардан метиҳанд ман напурсидам акамира ки шумо онҷа пул медодед намедодед фақат номаълум ауш номаълум ака инша ман маълумот надорам хуб бо чӣ гуфтани дорем дар бораи ҳамин зиндон яъне ки чӣ қадар одамое ки шумо медонед ҷои шумо зиндон аст барои чӣ зиндон шидагӣ аст сабаби зиндон шиданаш чӣ аст ҳамо рафиқтона ҳамин рафиқи ман зиндон шуда буд амирам аму чӣ зада будам статяи салафӣ мегӯянд чӣ мегӯянд ҳам хеле зада буданша яъне ба статяи салафӣ яъне религиозне бурдан маҳкам кардан бале бале ба ин масъала бурдан маҳкамаш кардан 3 сол 6 биромад 3 сол 17 биромад ёки бигем не аму 3 соли сирок дошт амура 6 биромад 3 сол 6 баъд биромад бале бале ягон гуфтани дига дорем барои ҳамин зиндон яъне ки бо ягон маълумоти дига шояд ӯ чизе ки ман надорам шумо дорем дига чӣ маълумот фақат ба фикрам надорам саломат бош ягон пайғом дорӣ барои мардум пайғом бедор шаванд раҳмат ба шумо ҳамин ҳаматон ҳамин мухолифо ҳамин барномаҳо мекунед ин барномаҳом асос барои ҳамин муҳоҷиро айда чӣ хеле бигӯм чизи дастрас хуб аз ҳамин бародар барномаҳое ки мо мекунем яъне шумо чӣ манфиат мегиред аз ҳамин манфиат якумш ҳамине ки халқ бедор масалан ман акай худам ман хеле медонистам масалан не ки ба ин дараҷаро намедонистем ки ино ҳамин қадар золими ҳамин қадар мисол ваянд ҳозир ина местим баъди барномаҳои шуморо тамошо мекунам фикр мекунам охир халқ ба дараҷаи ҳамин хел халқа бесавод кардагианд ки ҳамин як гап мегӯӣ ки ӯ ҳамун калона кари нагӯ мега ӯ сояи худое чӣ хел сояи ӯ ака ман чӣ мехоҳам гуфтаистам ку халқа ба дараҷаи бесавод кардагианд ки мегӯи ҳамин масалан ҳамун калона мегӯи калаш авса мегӯ тари нагӯ сояи худое мега ки нагор меша яъне ӯро бояд гап назанӣ ӯро бояд ҳичӣ нагӯӣ бояд ҳамун бари осмон биёриш ҳамин дар тоҷикистон ака ба интернет заифа агар ҳаминҷа ман боварӣ дорам 6 моҳ агар ҳамин хел дастрас бошад тамошо кунанд ку иншоалло бидим ки баъди ҳафта бо ҳамаш дар майдоно мерезанд бибин бародари азиз мо 2.5 миллион муҳоҷир дорем 2 миллион яъне ки 2.5 миллион қатъи зан гудак дигар инсоно мо 2.5 миллион муҳоҷир дорем ай Россия аммо ман статистикаи просмотри худма мебинам статистикаи просмотр ма ёе ки обунома мебинам ку ман як хел вақт мегум айдам як рақоса шаями хубай ба фикрам ва медро як рақосара ку як суруд хондагия як намедонам як ҳофизӣ кардагӣ аст як инсон ва медрой ку ура мебинӣ ку ҳамаам подписчикош ку ай Россия ҳамин комментоша мебинӣ мехонам як хел вақт мо ай Россия салом ака мо ай Новосибирске мо ай муака ай наиҷаи мо ай Москва мо ай Питер ҳама ку дар ҳамуҷа подписатсия кардагия гуфтум ку ака аяму суруд вора бигем ки аз зиндагӣ ҳамин ритми ҳаёт берун мебара вора фикр кардан мемона аммо ин барномаҳо вора барои фикр кардан маҷбур мекунад яъне инсон да мисли ки дар ҳаётат як савол мешавад бояд ки тура фикр кунӣ аммо дар инҷа нест подписка надоранд просмотр мекунанд пинҳонӣ просмотра 15 000 16 000 17 000 бовар ки рақоса ку айда зиёд просмотр дорад дар ҳолате ки мо ҳаёти тоҷикистон зиндагиро гап зада истодем ояндаша гап зада истодем ки ояндаш чӣ мешавад тоҷикистона
ва барое ки ҳамун 17-18 соле ки дар ҳамун Тоҷикистон ай ҳамун 17-18 сол агар 11 сол шагирем дар мактаб ай фақат ҳамун 11 сол мағзи сара шуштагиам ку ҳамун гуфти гапҳо синф ҳамедрои сурати ҳамун вай ҳамун ҳамин 18 сол умуман дар сари ҳамун ҳамира ҷо кардагиам. барои ҳамун савод ки нест ҳамун чӣ хел аст вақте ки дар як ҷо молекула бисёр шид иш ба иш ҷанг мекунад як взрив мешавад ку вақте мағзи сари одам да ки илм кам ки рафт дига уҷа взрив кам мешавад ҳамун як точкара меқапад ҳамун хел меравад дига خیال میکنه این کار نمیکنه تموم برای نم حافظه و هم گفتی خدا و کاتشکا پسکونا کام چیزو دا میبینی چیوشونا پراسموتروشونا پاسپیسچیکوشونا دا دوز میمونه یکم پیغام دیگه داری برادر برای مردم؟ پیغام بیدار شوند بس است جبر ظلم ستم بس است باقی در امان خدا باشین اکا جان زنده باشین خدا نگهبان دوزور ما گفتم نشد خدا نگهبان خب اینجا انا سلام انا مالکم سلام علیکم سلام علیکم برادر مالکم نه سلام علیکم نویس سلام علیکم من شما را قبول کردن نمیتونم برادر عزیز که جایتون چیزی ویران است در همین سیستمتون یا میکروفونتون ای گوگل بدروین ای سر رجیستراسیون کنین سلام علیکم برادر من شما را کوشش میکنم که بعد چیکار کنم قبول کنم تا گذر قبول کرده نمیتونم اما را میشنویم فکر کنم شما میتونین ای سر داخلشین برامانه خب دوستای عزیزم هموطنای عزیز امروزه موضوع ما زندان است زندان چرا تاجیکستانی با تمام جرم زندان میشود با تمام جرم زندان بیزنسی عائله هست میلیون ها دلار درآمد میاره چندین میلیون ها دلار سالانه درآمد میاره در کیسه بودجه عائله تا جنایت که تجاوز که بکش نارکوتیک بیزنس که لوبای کارا بکه در تاجیکستان پول بده برای عائله رحمانوف برای تر همه جای اجازت است همه چی اجازت است اولین کار برای بیزنس است دومین چیزی است که چرز انامی بیزنس استراخ یعنی ترس داخل کردن در دل ملت است ترس داخل کردن در دل شما ترس داخل میکنه نه که زندان میکنه سر صداهای زندان و عذاب دادن در داخل زندان عذاب داده سر دادن تا که در کوچه ببروی عذاب زندان نقل کنه که شما بترسین که مثال در چوب میزنن بطولکه میزنن خنکیا دا میشنونن شونو تای افتاب دا میبرورن این چیزی است که برای با سر میتین این برای ترس دادن است که شما بترسین که زندان نکنید مثل همین خدمت میزنن میکشن سیومکات میکنن در یوتیوب میمونن از که یوتیوب شده است سر صداها میشود تا که تا خدمت بگریزی نره این هم یک طریق بیزنس است در تاجیکستان چیزی نیست که خب برادر مسلم سلام السلام علیکم سلام علیکم امیدوارم که خوب صحت سلامت باشه رحمت از شما بپرسیم برادر اکمل جان تشکر برادر مسلم تاجیکستان در یگان زندانی دارین آها زندان نیست به نام خدا امی همسایه های من زندان شدگی بودن من حالشان نمیدیدم همون بیچاره ها را خیلی که شما میگوین او در حقیقت بیزنس میکنن در همونجا اگر این بیزنس نباشه او که زندانی بسیار در تاجیکستان مایده چیلوزی مای روز بر روز زندان ساخته است
اون چیزایی که جمعی جمع گفته ایستادم شما چی فکر دارین تا کجا حقیقت داره؟ آیا همه رحمانوف همه کارا میکنه همین بیزنس توجی که خرید فروش میکنه یا که نمیکنه؟ میکنه همه کار بیزنس او همین 100% گپتون حقه. من همه همسایه ها رو میدیدم آخی تا برنج تا روغن تا نان تا ماش تا شکر تمامی چیز میبردن همونجا. با اون روزایی که همسر همه آدم میرفت همون زندان دیدنی یا جای خواب با خیلی پول میگرفتن همونو. این چیز البته هست که سویدانکا نچنو یک روز دو روز سه روز چهار روز یک هفته اینا زنش فرزنداش قطعی میرود در داخل زندان کامناتو هست برای اینو میتیه و هم بگیم که با پولی کم نیست، یعنی که با پولی کم 1000 سومون هم 3 روزه 4 روزه در روزه انا میگم حق گفتم همون даже همون من گفتم که تا برنج تا نانش هم بردن همون زندانی را هفته تا همین زردالو های تا مغز چغز تمام چیزا میبردن همونجا قرض میکردن همون بیچاره ها میبردن همون را. اگر من میگفتم آخه چی دکه همون میتیه همون دولت نمیتیه بعد من میگفت آخه همون یک جیانش بود خیلی شیناس هم جورا بودیم جوراگی میکردیم آخه میگفتم همون دولت نمیتیه همین چیزو را میگو یک هفته نبری همون قد چیش میکنن که میگه مجبور قرض میکنیم میگه میخریم میبریم میتیم همین چیزو رو میگه. زندانبانو یک چیز دیگر من بگم تو زندانبانو روزانه ای سر دچکه مردم زده سیتکده بگه اسمین ببروی خونش میبرن. ایش هم 100% حقه. این همون اگر گفت شما اکمل جان برادر اگر او بیزنس نمیشد این زندان نمیساختند در همون تاجیکستان. چی جرم کرد چی گناه کرده است که هم مردم هم قدر زندان شده ایستاده است؟ چی است دیگه همون چیه آخه یک کمتر همین یک من نمی آخه همین خیلی که میگن که سوم کار کردن نمیتونن دیگه مجبور مردم یگان کلبکی همون وای میزنن ستاتیا میزنن ایش سلفیه ایش فلونیه ایش پیسمدونیه میبرن تورما میکنن دیگه همون شاتی همون خورده گشت هم میگیرن همونو همین کلاغاسی پدرنالتی هم پدرشان جنابشان تا همون ردوایش های شاتی همون بیچاره کمبغل دیگه میخوره. ما یه آدم میشناختم خیلی اکادو دارا بگم اویله ها وقتی بعدی پدرش مردن بحثی خونه شد بحثی خونه بعد کار با سود رفت ایشان بخچه ادوکات گرفت دیگریشان بخچه ادوکات گرفت بحثی خونه 2 تا پولی همون خونه را رسخود کردن کو 2 تا پولی همون خونه را ایشم همون بدگی گو و گوسفند بز 2 تا بچهش در روسیه کار میکرد ایشا که یا بچهش کار میکرد در روسیه پول ای روسیه روی میکردن آوردن در ادوکات دادن سود دادن پراکرورش دادن ادوکاتش دادن میلیساش دادن ایش دکی خونه پدر در نام ما بکنیم اوش هم همچنون پول 2 خونه را رسخود کردن 10 حوالی را پولش رسخود کردن آخر ده هر دشت نمی نیشت گرفتن هر دشت خلاص بودن مروسو کنه نباشه بیزار شیدن دیگر نه پولشون موند نه دیگر چیزشون موند گفتن نه بچه بیایم مروسو کنیم ایشم خورده استای ایشم خورده استای هیچ قدر قصه موت نیست توغریه پول 2 خونه را رسخود کرده آخر ده بعد مروسو کردن نزاشتا هم سوما دادن کیم کیده نزاشتا سوخت رفت ادوکات شم بیزنس های در تاجیکستان ادوکات посредник حساب میشود работодатель работника посредник شست توارخر اویله های بگیم توار فروش امام علی رحمان ادوکات در بین بیزنس است بیزنس یک посредник است посредник ایش میگیره داروش میبره در بین درآمدگیش در حق خودش میگیره بعد چیکار میکنه او را میبره
100% гапсон ҳақиқат дорад. нест дар тоҷикистон системаи судӣ, системаи адолат, ҳақиқат, конститутсия, қонун ин чиз вуҷуд надорад. аммо мардуми тоҷикистон ман ҳайронам ки чаро амира қабул доранд ки ҳамин эмомайро ҳамон 30 сол шид ин ҳамин бозиро дар сартон карда истодад. 30 сол мешава тоҷике аз хонаш меёранд дар зиндон бо абрадна давото чашм мефурӯшанд. 30 сол шид давом дорад. то кай шумо таҳаммул мекунед? то кай таҳаммул мекунед? ин бо як бародаро мо ҳастам, ха ҳамсинфам ҳастанд, ай хурди то синфи камтар, то синфи ҳамин чира хондагием қатимо, ибтидория хондагием қатишон. ба ҳамун ха оилаҳошон бачаҳои намозхонанд, ҳамашон одамои намозхон. ба ҳаминтари як бадбахти ҳамина ки ҳамунора як акаш мебурод, ҳоли акаш хонаш надромада, ӯ акаи дигариша мебаранд зиндон мекунанд. ӯша сар метиҳанд, наомада ҳоли додараша надида, иша мебаранд бо зиндон мекунанд ҳамунора. бибин бародари азиз, як чиз аст, ҳам хел нигоҳ мекунанд, меистанд ку ту дорандаи камтарака ку дастроша мебаранд ку дар почат ячи мебанданд. ман ҳамаи финтои ёра ку медонам, ҳамаи финтошуна дар дохили отдел чӣ маслиҳатҳо мекунанд ку навқи конкретна мегӯянд ки фалони омад ай Россия, мега дарёшадурен чанқа овардагиай, чӣ кор кардагиай, чӣ ба мега ёддори он гов гум шида буд ку мега мебарем дастбараш бизанем. мега медоня и пеш ай Россия рафтанаш ҳам кор шида буд, баъди Россия рафт. баъд гирехт Россия бро. биёренаш, ба худо қасам мега биёренаш. мераванд мегиранд миёранд медроранд ку ай Россия овардаги пулша нимша мегиранд, ним зиёдча бад меган ки хайр брат набудай. 100% бародар изо реально ҳаст. хона дита хона сохтаги буд дар тарафи мо, дита хона сохтагианд, ди инсон қишлоқ буд мешава, қишлоқ крупский меган, қишлоқ буд мешава, баъд майдон сар мешава, майдон уҷа я ҳавзак буд, я ҳавз буд, мо хурд буде медонем. ин тарафшда уже замин мешава, пахта, ус дальше як 50 метр ус пахта мешава, то ҳам 50 метр ҷои холӣ ай. дар ҳамунҷа ду инсон хона сохтагӣ аст, ду тодам. ура ҳукумат аз ҷамоат коғаз гирифтагӣ аст, коғаз дорад барои хона сохтан, иҷозат замина гирифтагӣ. хонара сохт, мега ки хонаош ҳоли ҳуҷҷат надора, мега дар як маърака шиштагием, мо қатиёшон ака хеле кентуха будем мешитем, дар маърака шиштагием, мега ки бачаҳош мега ай Россия омадааст, ҳардуша мега ҳамун хона буд шидагӣ аст, ҳоли документ кардагӣ нест, мега ман маълумотша гирифтагӣ, мега ҷамоат ҳоли документ кардагӣ нест. чӣ хеле мега ҳарча биқапем биёрем, мега барои документ надора, камтар биҷиқем, адустон бигирем, бачаҳош ай Россия омадагианд, мега ҳанамура рафтан ҳардуша ҳамун хона сохтагиёра ки барои фарзандошон сохтагӣ ҳастанд, ҳардуша падарошона модарошон овардан отдел, проблемашон кардан, ёфтан проблемара кардан, бачаҳошон бо омадан бечора бо пул додан, гуфтан документ мо иҷозат дорем, мо документ гуфтан иёра ҷамоат гуфтагӣ аст хонара бисозем, ба ҳамун проект нигоҳ карда документ карда метиҳем. иё хонара сохтагианд, ҳамаш бучидагианд, криша задагианд, просто дурун шакли як таъмир карда даромадан дар кор. мумкин нест ту документ надорӣ хона бисозӣ, ту проект надорӣ. бурдан ку омадагианд пулошона кашидан, гирифтан сар додан. мисли як гӯшнаи нами кӯчаҳода ку нами бу кашида мегардан, дар киҷо як одам ка боша бурам бихирем гуфта. ҳамаи ҳамира контролировать мекунад начальник отдел. бо начальник отдела бо ки контролировать мекунад номаълум. бе иҷозати начальники отдел як милиса, як донаш бечор, ам милисаи оддӣ ку унамора маҷбур мекунад. мерай мекунӣ, пула мегирӣ, ставкаш фалон пул мегирӣ миёрӣ. туре ака ма ба чишмом дидагӣ ҳастам, пешимда овардагӣ ҳастанд. гуфтам ака, бародар, гуфтам накитари мо нами камбағалай бечора кор кардааст, на хона кардааст, фарзандша ҷидо кунад, чӣ кор кардест ин одама ғам дода? не брачка гуфт кори хитака.
در نمی عدل واسه گوبرش که کاری خرده گپ تا میگیرم یک قصه را میگم یک سالی یک اکم را خانه کرده استیمو بعد همین رفتم یک استواک آمد همون شتوکاتور کرده است شکاتور کرد خیلی رفتم اون مرده استو بعد خیلی یک سال دو سال همین رسیه گشتیم بعد رفتم همون بزرگی ولیوچی کده یکی همون دیدون یک بچه ها آمد کمی فرمای چی داره میلیسگی قدیم سلام کرد و وقت سازی من گفتم دیگه نگاه کردم واقعا من جورا ندارم در قوتی همونو گفت اگه بیزار مای همونو را من دیگه حیران ماندم بعد گفت نشناختی من گفتم نه نشناختم یک گفت من همون خانه اکت شتوکاتور زدگی بودیم در یاد نداری همون استایون بعد گفتم این تو شتوکاتور امروز میلیسا شده یک گفت کم ترسونه دادیم که اکو گشتیم در اینجا آخی دیگه انمون چهار هم گل و گرنگی که سوم میتید وظیفه را میفروشن دیگه اوش انمین فقط کارشان همین یک از پوچکه است خار زنن یا سومشا کنن گیرن تمام تشکر دیگه نه فکر دارن نمی انا برادر عزیز از شما تشکر مایل برادر اکمل جان پناهتون به خدا دعاگوی شما هستیم که زنده باشین سلامت باشی برادر عزیز خب برادر گویم که کلوب 44 سلام علیکم سلام علیکم حسنایف امیدوارم خوب و صحت سلامت باشی رحمت شما چطورین خوبین تشکر جمع میکروفون آزاد چی درفت چیکار کردی جا نه اخمام چند روز چند کشیدم برو من درم یک دقیقه با داخل شد برادر ابرد نه داخل شد کی اینجا کمتر چی شد خوب سلام علیکم و علیکم سلام برادر نه سخنش سر کده بود درستی چی خیلی نه من از اینجا ما داخل شدم و فکرم همون لگاتیپو علی شدم و فکرم امی بده بله بله بعد دوباره لگاتیپ ختانم ماندم بله سلام علیکم نه گوش دارم شما را در باره چیو گپ زدیسته بودیم زندان ها یعنی که زندان ها این چی زندان است که هر سال رحمانوف عفو میکنه اما خالی نمیشه باز هم قدر پر عفو میکنه و باز زندان میکنه این چی بیزنس است اصلا رحمانوف یک روز به خاطر منفعت حفظ قدرتش زندان میکنه و روز دیگر به خاطر منفعت حفظ قدرتش آزاد میکنه با بپول آزاد نمیکنه آخه نه درسته بپول آزاد نمیکنه اون هم به خاطر حفظ قدرتش یک انسان هم بیگناه میبره زندان میکنه از اون احساس خطر داره او را سلفی و وهابی و نمیدونم شیعه و سنی و تبلیغی گفته و اخوانی گفته میبره زندان میکنه یا که افراطگرا و تروریست 24 و نهضت میبره زندان میکنه از اونها ترس داره و او را زندان میکنه که تا که دیگران را بترسونه اون هم زندان کردن او به خاطر که خطر در قدرت این خطر در کرسی این ایجاد نشود پرابلم نشوده به یک ساده تر گپ زنم خیلی عادی از اون مردم میترسن از یک انسانی سخن آزاد میگه از اون میترسن یا را میگیره همون زیر دستاش میبرن را زندان میکنن تا که قدرتش حفظ شوه سر صدا نشوه یک ژورنالیست باشه یک مبارز باشه فرقی نمیکنه به خاطر حفظ قدرتش را میبره زندان میکنه یک روز دیگر که موقع معین است موقع مشخص است در اون موقع همه طلبات این مردمی است که گناه ندارن میبینن که مراجعت زیاد شد یک باره میگن که پیشوای ملت این وطن فروش نامحترم امام علی رحمانوف این قانون عفو برآورده است و امسال میبخشه تصور کنین اون هم به خاطری که این مردم به خودش جلب کنه
یک روز زندانشان کرد که قدرتش حفظ شود. امروز اینها را رها میکنه، آزاد میکنه به خاطری که بازم قدرتش حفظ شود. یک آدمی که از زندان بیرون شد در اونجا پدر و مادرش چی توصیهش میکنه؟ در اونجا پدر و مادرش چی توصیهش میکنن؟ بچه‌م اینا خدا را شکر که از زندان اینا نامحترم امام علی رحمانوف وطن فروش تر آزاد کرد. اینا آزاد شدی، بچه‌م که دیگه به هیچ چیز کاردار نباش. یک عمر او پدر و مادر در حق رحمانوف دعاگو هستند، یک عمر او دیگر فقط نمی آب دیدهشون میریزه و فقط خداوند تر 100 ساله کنه و 1000 ساله کنه، همه اون تا به خاطر حفظ قدرت شه. و اون کسایی که خلاصه از زندان برادرش یا که فرزندش یا که پدرش آزاد می شود، دیگر اون خانواده کاملا همین طرف فقط همین طرف قبلهشون می شود. این هم به خاطر حفظ قدرتش است. زندان برای رحمانوف فقط یعنی نگاه داشتن سلطنت، نگاه داشتن قدرت و نگاه داشتن انمون منصب و کرسی و مول گفتی همون معیوب لای 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 لایشون رو نگاه میکنن. ببینین آقای اشرف، یک انسان بود در شناسی ما هست، در او آف بچهش $5000 گفتن میاریم میبروریم. زنک بیچاره از همون چیش موندگی از مادرش موندگی نقره و تیلو و همه را فروخت، 5000 جمع کرده نتونست. خونه ما اومد، مادر مرا گفت که بتی خیمه هم نداشتم که بتیمش، گفت که پول جمع کرده استم بچه ما از زندان برورم. طالبید از کوچه اومده طالبید که تا $5000 جمع کنه، جمع کرده نتونست، بچهش دعاف نبرومد. ولی با این افته که باز هم تکرار شده است. چی به مقصود ابراهیم مفاهنه میبخشن؟ مثال چی به مقصود آنها میبخشن؟ چی به زید سعید و فانا میبخشن؟ زید سعید و سلفی نبود. نه من اینجا اون کسایی که اصلا هیچ گناهی ندارن یک روز زندانشون کرد به خاطر حفظ قدرتش، دیگر روز اینا رو آزاد میکنه بازم به خاطر حفظ قدرتش. بیزنس یک روز قانون عفو میبره و چند نفر دیگر اینجا میرون رشوت میتین، پورا میتین که یک کار کنن همین بچه ما در همو امیسی داخل شود. فهمیدی؟ اینا همش بازی های سیاسی رحمانوف های. چرا مردم درک نمیکنه آقای اشرف؟ چرا مردم همین درک نکنه؟ مردم شعور سیاسیشون پایانه برادر. مردم باید این برنامه ها را گوش کنه که چی گپ اینجا. مردم باید ما بشینیم هر روز خطی مردم باشیم گپ زنیم، مردم بشناسه که چی گپ رفته ایستاده است. مردم در پیش روش یک کار میپرتاین، سرش خم میکنه، یک بار هوش میکنه که یا مگذشتگی ای جدت میکنه که اویلگ میگیریم. او چی گپ او چی ده او فکری وای که در دنیا چی گپ رفته ایستاده است، رحمانوف چی برنامه کشیده ایستاده است. میگم من با سیاست کار ندارم، نه که در بالای ما تو بگیم که اونو برنامه را میکشن، اندازه بگیم که موی سرمون چند باید باشه، اندازه پای افضل چند باشه، اونو می نویسن، ما قبول کرده رفتن میگیریم. مردم امروز ما و شما باید با مردم باشیم در افیرها، دیگر مردم ها بفهمونیم اون جوان مردا بالای اونها قرض و فرض است که این برنامه ها را گوش کنن تا که فرهنگ سیاسیشون بالا بروه. چرا مردم نمیفهمن؟ داخل زندان شدگیان همش بعد از برآمدن با درسی هستن و آزاد هستن، میتونن گوش کنن، میتونن داخل شون، میتونن پینه روشنیشون هم گپ زنن، میتونن نمیدونم کامنت بنویسن، حداقل ابونه شون، دستگیری کنن که همون انسانی که میدونه ناعدالت ناحقیقت ترمشید 3 سال 4 سال ناحق شیشت، بعد یو 5-10 هزار دلار دادن ناحق برآمد، بعد پاسپورت کرد گریخ رفت روسیه، اما او خاموشه، او هم نمیفهمه. همین روسیه را کو نیمش زندانی های همش 3 سالی است. ببین او چی به نمیفهمه؟ او در یگان دانشگاه خوندگی، سیاست خوندگی، او در یگان جو این مسیری که ما رفته ایستادیم، این راه که ما رفته ایستادیم، این راه یگان ما رفته بود. او را قپیدن بردن زندانش کردن، هیچ چیز نمیدونه. جوابش دادن، راست بلیت گرفت اومد روسیه، در یک جا خم خورد استرایک کرد. حالی هم نمیدونه.
برای چی ترماشید، برای چی برآمد نمیتونه. اونها باید در این برنامه ها شرکت کنند و کسانی که این برنامه ها را میشنوند اگر خودشون کر میگیرن، اگر چشماشون کور میگیرن و اصلا فقط بگیم هم یک کینو ولی تماشا میکنن و میگذرن، فردا در روز قیامت از اینها پرسیده میشه و برادر این شوخی نیست، این جدی ما گفته ایستادم، در روز قیامت از این چشمت پرسیده میشه، از گوشت پرسیده میشه چرا اون برادر این گپای حق به شما میرسون از در تا شما را میومد ایجا اوس نمیبرومد. چی به میترسیدی؟ از کی میترسیدی؟ از رحمانوف میترسیدی؟ چیکارت میکرد؟ میکشتت، زندانت میکرد. اگر بالاخره رحمانوف تو را میکشت، بالاخره تو پیش ما می اومدی کو؟ چرا ترس رحمانوف بالاتر از ترس ما بود؟ چرا پروای رحمانوف بالاتر از پروای ما بود؟ در حالی که ما برای شما گفتگی بدم که ای مردم، هر جایی که شما سخن حق میشنوین به دیگران برسونین. پیغمبر خدا توصیه کرد، آیات های قرآن نازل شد، اینها به شما هیچ ربطی نداشت. آیت قرآن است که در روز قیامت چشم گویا می شود، زبان گویا می شود، گوش گپ می زنند، پاها گپ می زنند، دست گپ می زنند. اینو کس کنیسته که ما بگم که همه آدم خیلی سرش ویرون شده که قرآن میگه اون چیزی که قرآن در این باره گفتگی است، سخن اون کسی که ما و شما را آفرید، اون کسایی که به او خدا ایمان دارن فراموش نکنند که در قیامت زبان گپ میزنه، گوش گپ میزنه، چشم گپ میزنه. اینها هر یک کدومش مسئولیت خودشون دارن. ما یک زمان درباره شکر گپ زدگی بدیم که شکرانه کردن مبارزه هست. چگونه؟ اصلا بگردیم شکرانه کردن چی معنی داره؟ قدردانی کردن نعمت. چشم نعمت هست که چشم انسان نعمت است، گوش انسان نعمت است، بینی انسان نعمت است، زبان انسان نعمت است، دندان انسان نعمت است، یک مجه زدن انسان نعمت است. شما همه چشمتون به قپ بستین، بالاخره همون جید کسی که یک بار خم میخوره میره و کو، یک بار همه بالای چشم وقتی که میبینی خشک میشه و اما یک بار مجه میزنه آدم، همون جید کسی یک بار میبرویه همون جره همون خیلی باز روحانی میکنه. یک مجه زدن انسان نعمت است. اگر رفته و که انسان مجه نزنه همین خیلی هوا براسه چشم انسان خشک میشه و میفهمین؟ حالی که با این در داخل این حکمت های این نعمت ها گپ زنیم، یک موضوع خاص است. منظور گپی ما این است که انسان باید قدردانی این نعمت ها را بکند. شکر کردن این نعمت ها قدردانی کردن است. چه خیلی یک انسان قدری همین نعمت میدونه. این را برای ما را پدرکه کردی، قدر این نعمت این است که این را باید ما برای خاطر نوشتن در ورق باید این را استفاده برم، نه این خیلی به هر دستا بقبل و تنه دیوال بشکمش. تگه میگو که اشروف صدقه همی پدرکه مکنه تره بچه ما تره یک تحفه دادگی هستم. تیره ما گفتم تو بچه بسوادی گاه می نویسی می خونی، خیلی طرفی ما یک تحفه بگیر یک پدرکه. تو اصلا ایره در دستی کودک در تای پا و ای در سرش یک شریک داره اوش هم غلطیدگی کار نمیکنه. خودت میگردی میگوی که صدقه همو پدرکه نه ایودا من خودم میگرفتمش همو آسانتر بدک بگیم که به مرا خوب آسانتر میغلطید. من ایره قدردانی این نعمت که برای ما دادیش نکردم. همین نمود خداوند وقتی که برای ما و تو چشم دادگی هست، میکروفونشو خاموش که من خلاص میکنم. همین خیلی که این خداوند برای ما و تو چشم دادگی هست، قدردانی کردن این نعمت، استفاده بردن این چیز در جای خودش است. زبان است باید حق بگوی، گوش حقش نوید. از تو که اوس نبرومد در تو بند موندگی است. تو بفهم که
نسلی هستی که رسالت پیغمبر از تو دلش رفته نمیتونه. نه که من امیدوارم که در بین این مردم جوان مردای پیدا میشوند که رسالت حق گفتن از دیگرها به ما رسید، از ما برآمد به دیگرها رسید و انشالله که دیگرها هم مثل ما و شما اگر چند که مخفی هم که باشند به دیگرها میرسونند. در دین روز فکر میکنم دین روز ما از منطقه‌مون یک شهر دورتر رفته بودیم، استکهلم ده بودیم. در یک رستوران دور آمدیم، یک نان خوردیم، اونجا یک دو بچه تاجیک دیدیم. خیلی جوانای با سواد، جوانای با فهم الکی در سیاست گپ میزنن. اینا تغییر کردن. برادر گفت شما را گوش میکنیم، حق میگین، ما با شما هستیم. با شنیدن این سخنهای شما ما فکرها عوض شده است. اول ما خیلی فکر نمیکردیم، دولت سیاست این گپا نبوده، یکی روز تا روز اینها عوض شدن. این زحمت های برادرای مبارز بودن. خب برادر اصلا شما دوام میتین، ما وقت شما را من نمیگیرم. خب با این برادر سلیم مهاجر مسکو سخن بتین، اینا صحبت کنن. شما بستیم بستم؟ خب بیا خیلی گفت با همین یک سوال تیم رفیق هستن ایوف там که میبره که سایت использует вашу камеру и микрофон. نفهمیدم. در همین جا اون وقت میدره استودیو در همین جا در تلفن مینویسن سایت использует вашу камеру и микрофон. خب سوالو چیه؟ سوالو نمیایه و نام گپ زده بودم خطی که اصلا خطی. آخه اخلاقی سایت یعنی که همین به همون براوزر که شما داخل شدین میگه همون براوزر کامرای شما را و میکروفون شما را استفاده میبره. اگر اینو را اگر اوکی نکنی، قبول نکنی، نه کامراتون کار میکنه نه میکروفونتون، دیگر در استودیو در آمدنتون بسیار مشکل میشه. فهمیدی برادر؟ بله. براوزر میدونین اخی؟ بله بله. اپرامین چی نام داره؟ اپرامینی هم فکر کنم. اپرامینی است و فایرفوکس است و اینترنت براوزر است و سامسونگ براوزر است و گوگل کروم است و یاندکس است و یک دنیا است دیگه خیلی چیزا. و اینها همش براوزر میگن را به زبان انگلیسی. همون سایت ده، همون جایی که تو داخل شدی همین سایت هست دیگه. میگه که همین چهره زمان براوزری که داخل شدین همین میکروفون شما را، کامرای شما را استفاده میبره. شما باید ها بگین. اما کامراتون اگر که بکشین دیگر مشکل نیست. اما در قدم اول وقتی که رجیستراسیون میکنین داخل میشین باید هر دوش اوکی کنین. بعد پیش که آمدین اینجا شما انتخاب دارین، یا میکروفونتون خاموش میکنین یا کامراتون خاموش میکنین. رحمت خدا. سلامت باشید. تشکر برادر سلیمی برادر صحبت کردگی بود. برادر مهاجری مسکو. سلام علیکم. حسین اشرفی. علیکم السلام. همیشه در روی حق باشیم برادرو. ما هم یه چی میخوایم که همین آزادی ایزادمون نکنیم. ان شاءالله که با کوشش ما و شما این نه تنها ایزادمون بلکه صدها زندانی بیگناه و زندانی های سیاسی داریم که اونها باید آزاد شوند. بله بله. مهاجر مسکو چی با همین زندان های تاجیکستان خالی نمیشه اصلا؟ هر سال اوف میشه خالی نمیشه. بپره. این مقصد یا ما یک استپاک لایخوره. یک استپاک. چیه؟ یا ما صحنه چابوزی. صحنه چابوزی. چه صحنه چابوزی؟ ریال نودم و محکم کردیسته. دولت دست مونده هر کاری میکنه کدیسیان همی ظلم و ظلم کدیسیان. خوب تشکر برادر. از یکم گفتن دیگه داریم. خدا نگهدار. خب برادر ابوبکر 24. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از تنایف برادر حسین اشرف. و علیکم سلام. امیدوارم که خوب هستید، خوشحال هستید. تشکر زیاد. تشکر برادر. من دیدم که دایفر بودیم گفتم یک سلام علیکم گفتم. تشکر زیاد. اما چی با زندان‌های تاجیکستان خالی نمیشود؟
نمیدونم اکو اینا چگونه اکو مجبور مردم بگناه برده همین چی زندان میکنن که همین مردم ترسنه همین لوش بی گام نزنن جیم شنده همه شما در یور نزدیک خش تبور یگان زندان داره؟ نه زندانی خش ندارم نه که اما که خودم قطعی نبیره امام کمی 14 ساله کشتن همه آدم کشتگیش نیافتن برادر ابوبکر یک لحظه برادر استنایف 618 نفر در اینجا در کانال میبینه لایک میبینی 364 تا خب کسانی که لایکاتون نگذاشتین مرحمت لایکاتون بگذارین لایک نمیگذارین چی فایده تماشا کردنتون پروست برای معلومات شما اگر این برنامه برای شما را خشتانه آماده باشه اصلا بودن شما هیچ معنی نداره همین دیگه گوش میکنین میرین همین خیلی یک هوایی گوش میکنین میرین لایک میترسین لایک بمونین شما آرزو و امید انقلاب کردن سرنگون کردن رحمانوف رژیم رحمانوف دارین با شما میکنیم سرنگون رحمانوف لایک میترسن باز یک منتظر شه یک کمتر لایک بالا بره و بیننده زیاد شوه این لایک تاثیرش همین است که وقتی که لایک بالا میره دیگر بیننده ها میان اونها را با دعوت بکن هر یک 10 دقیقه بعد هر یک 15 دقیقه بعد مردم تاکید بکنه که لایک بمونین مثل که یک چیز در سودا میگذاری که این همین رکلامش میاد در تلویزیون گرنگ میشه و آدم ای رکلام ای تماشا کنه امروز که همین 10 minut بعد 10 minut یک بار رکلامش میاد بالاخره یک آدم در مغازین میره از زیاد و در ذهنت میکروفون امیر بکش و گپ زدیستم از بس که همو چیز بسیار در تلویزیون میبینه یک انسان میبینه میگن رکلامش میگیرن رکلامش میگیرن یک بار بخرمش یک بار میخرش که مزه میتیه دیگه پس یعنی میره و اوج مزهش چیدگی میخرش رکلام فایدهشون همو است ما هم همین صحبت هایی که میکنیم مردم دوباره بارها در هر برنامه تکرارن بگین که ای مردم غیرت کنین اما ناموس بکنین شجاع بشوین آرزوی قله های بلند ما و شما داریم کو آرزوی زندگی خوب ما و شما داریم کو اگر این برنامه ها برای شما پسند باشه پس چرا شما این برنامه را پسند با همون لایک نمیکنین تنها خودتان گوش میکنین از پشت زندگی میشین چی فرق بین شما بین یک انسانی که اصلا هیچ نه به این کار داره نه به او کار داره ای تاجیکستان نیست منظوری گپی من که نه به این کار داری نه به او کار داری بدترین انسان ها از نگاه الهیات از نگاه قرآن از نگاه احادیث بدترین انسان ها همون انسان های هستن که یگان موقف نمیگیرن سختترین عذاب هم اون کسایی میکشن که اونها هیچ موقف نمیگیرن ایره فراموش نکنین من یک روز درباره این صحبت میکنم که کسانی که بی‌طرفن درست است که میگه خیلی کم ما طرفدار شما هستیم کمترین طرفدار بدن ما انسان لایک میمونه نه که موقعتون باید روشن باشه ما بدلم قطعیتونم و من میگم که من طرفداری همون آزادی ام من طرفداری آبادی ام میخوام که تاجیکستان تنج امان باشه زندگی خوب باشه مرحمت یک تدبیر برآمد کنین من از پشت میگم که ما طرفدار شما هستم ما گپ نیست شیرای نرینه برم ای پیش زندگی کار باری خونه بکنم یکی جمع کپاد لامد دارم باید را بود کردن در کورس باید برم اوسه یک 300 کوادرات شکاتور گرفتگیم باید را بزنم برای همین خود این نگاه کنید 442 لایک شده 500 نفر تماشا داره 562 نفر تماشا داره 442 لایک اون نمیدونم یک چیز است که نه تنها هم مبارز را تماشا میکنه بلکه مخالف هم تماشا میکنه مخالف دیسلایک بمون معلوم شوه که چقدر مخالف است نه او خیلی
مخالف دل مخالف است گپ معقول است نه که اما فرمان است که مخالفت باید کنه فرمان ای جاویلیک میگیره در روز قیامت موقع میگیره مخالفت ما به ما میکنه مخالفت به شخصا به ما میکنه که پروا نداره اما مخالفت به اون ایدئولوژی که ما داریم آزادی عدالت و زندگی خوب هیچگاه تو مخالف به این چیز نیستی من ایرا مطمئن هستم اگر امروز در مقابل حق مخالفت میکنی فردا از پوچه ها در پیش پروردگار از پوچه ها کشالت میکنن اون وقتی که انسان در مقابل حق شنا میکنه و در مقابل حق میبرایه و مخالفت میکنه یا کوچکترین چیزی که انسان نفرت به این سخنها داره اینها همش سخن حق هست برادر چی تو بس به زبان ساده بگوی و یا که چی که من آیت بخونم و ترجمه کنم تفسیر کنم یا که حدیث بگو شما که یک مسلمانین شما که یک انسانی هستین که امت رسول خدا میگین خطونه در سینه هاتون مش میزنین و اگر بپرسیم که مسلمانی الحمدلله میگن و بعد در سینه تون بله الحمدلله ما مسلمانم اما مسلمانی تنها فقط یک گفتن نیست میگه بسیار جنت دوست میدارم آرزوی جنت دارم میخوام که در داخل جنت باشم نه کمی ای مردنش میترسم برای خاطر اون جنت به دست آوردن برادر اول مردن در کار است نه برای اونجا رفتن آماده زحمت های زیاد کشیدن در کاره جنت خیلی نیست که نه خیلی مینبرش کنی برای شکنجه ها را میگذری امتحان ها را میگذری خداوند در قرآن در یک سوره میفرماید که یادم نیست اما آیت قرآن خداوند میگه که ولنبلونکم کلمه بلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة میدونی اوسنشه لیبلوکم ولنبلونکم اونجاش هم همین کلمه است و اینجاش هم همون کلمه است تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت اون کسی که آفرید خلق کرد حیات و مرگ رو چرا لیبلوکم تا که شما را بیازمایه امتحانتون بگیره اینه خیلی دیکتاتور میایه فکر نکنه که خودش میگیرش ترا مرا امتحان میگیره کچکو میکنن یا که میگن که خدایا ما ترا دوست میداریم بعد دوستیمون اینه جه معلوم میشوه من غیر از خدا از هیچ کس نمیترسم اینه جه معلوم میشوه بعد روز قیامت که پیش خدا رفتی بعد خداوند که بپرسه از ما و شما که ای بنده تو چرا غیر از ما از دیگر کس میترسیدی بعد ما میگیم نه خدایا من از خودت بسیار میترسیدم میگن نه تو نمیترسیدی از ما بیشتر از یک مخلوق میترسیدی بعد خداوند انسان چی میگه ای خدا یه بار مرا امتحان نکردی که در همینجا کمای تو بسیار میترسم که از او بسیار میترسم از یک مخلوق میترسم اینجا پروردگار این امتحان را برای همه آمادگی است اینجا امروز فردا دیگر باز زبان ما دراز نشود که خدایا ما را امتحان نگرفته بودی کو یا امتحان نگرفتی بعد میفهمیدی که تو اگر خدا از قبلا با خبر است و بعدم با خبر است و از پیشم با خبر است برای پروردگار گذشته هم حاضر است و حاضرم حاضر است و آینده هم حاضر است اما پروردگار در اینجا میگه تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات برای چی لیبلوکم این حیات ما امتحان هاست ایکم احسن عملا کدامتون کاری بهترین میکنین بهترین کارتو میکنی خاموش بهترین کار کرده شده یک بار خطا سوال بتی بهترین کارت لیبلوکم تا که شما را بیازمایه که ایکم احسن عملا کدام یکی از شما بهترین کار کردگی بهترین کار چی به دست کن جواب گرفته بهترین کار خاموش بهترین کار
خاموش بودن بهترین کار از طرف بدن فقط یک تماشا کردن، نظاره کردن نیست. نظاره‌گر نباید باشیم. همین نمود خداوند در آیات دیگر میگه که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینجا خداوند تأکیداً میگه و لام تأکید و لنبلونکم، بیزت ما شما را امتحان بگیریم، حتما شما را امتحان بگیریم. از چی؟ با ترس امتحانتون میگیریم. ترس همیاریم در اینجا یک آدم قوت میتیم پایمال میکنه، مقدسات دشنام میکنه، هر کار میکنه، همه کار میکنه، تو را در اینجا امتحان میگیریم که چقدر تو دوست داری خدا را، چقدر محبوب، چقدر با این دین محبت داری، چقدر با این ملت محبت داری، چقدر با خدا و رسول و قرآن و عقاید اسلامی چقدر محبت داری. 5 وقت نماز میخونی، وقتی که از مسلمانی گپ زنه ما الحمدلله 5 وقت نماز میخونم، غیر الله هیچ کس نمیترسم. این خداوند امتحان میگیره تو را. ببین در این امتحان در کدام وضعیت میغلطی، یا ناکام میشی یا که کامیاب میشی. با در آیاتی در دوام آیات میگه که با گشنگی امتحانتون میگیرم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. با ترس امتحانتون میگیرم. خب یکم با از مالتون امتحانتون میگیرم. یک آدم غریب است، یک آدم فقیر است، مراجعت میکنه و در پیش ما و شما خلاصه یک مراجعت میکنه و خودت امکانیت داری که حداقل او را یک کمک بکنی، اما در اینجا امتحان را چیکار میکنی؟ چیکارش میکنی؟ دروغ میگه، راست میگه، چیه؟ خوب دیگر دروغ میگه، راست میگه. اون جایی که در دستی تو مالت هست تا جایی که در دستی تو هست مسئولش تو بدی. اون جایی که برای یک فقیر و یک غریب دادی اون وقت دیگر او میدونه، اون طرف اون جوابگو است. اما تا جایی که در دستی تو بود به نام خیر به یک کس روانش کردی، اونجا جای مسئولیتش در دستی تو بود. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. به گشنگی جایی میرسه که گشنه میمونی، مبارزه است، تنها میمونی، پولت خلاص میشوه، تحمل میکنی. و نقص من الاموال، از اموالت کم میشوه، مالت کم میشوه، مجبور هستی صرف کنی. و یا شاید که از والانفسی، شاید که از نزدیکانت یکی کشته شوه در این راه و چیکار میکنی؟ از این راه برمیگردی. و بشیر الصابرین، خوشخبری و مژده حیدگیری بده به کسانی که اینها صبور هستند، تحمل میکنند. الذين اذا اصابتهم مصیبه، اون کسانی که اونها اگر اونها با کدام مصیبت گرفتار شدند چی میگن؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که ما از جانب خدا هستیم و ما به طرف پروردگار بازگشت ما هستیم. امیدوارم که انشاءالله فهمیده باشین. خلاصه بی‌طرف نباید باشین. زنده باشی برادر. استنای خیر ما شما را میگذارم و بگذاریم دیگر برادرها صحبت کنم. من میبرم اگانی از جا. خب سلامت باشی برادر. زنده باشی برادر. خدا نگهدار. نگهبان شما بود. خب ابوبکر برادر 24 همین گفتنیم. اماکی من خود اماکی رادنای ما کشتن اکا دامی دوشنبه، دادرنی دوشنبه برای شب، همین شب بعد سال نو روز یکم همین ادرنی شهر گم میشه، بعد 15 روز مرده شمیوان گور کردگیان. خطیش پول بود، پول ملاش خدی گم شد داجه، اما آدمی کشتگی شنه افت، همین آدمی امنیتی همش وای کرگن. بله. یکم پیغام دیگه داری برادر؟ نه پیغام ندارم. آزادی با عزت امان، آزادی با زندانیای سیاسی. امام علی رحمان استعفا، امام علی رحمان استعفا، امام علی رحمان استعفا. خداوند نگهبان باشد. اصلا
تشکر برادر، سلامت باشی. خب بگیم که برادر مهاجر 123. سلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوارم خوب هستین؟ تنج هستین؟ امیدوارم. امروز موضوع ما برادر زندان است. اگر که کدومی که گفتی برادر رو لایک نمونده باشه لایک مون اول подписаться کنن در کانال حتما و هم خیلی موضوع را بگیم که اکم با لایکش قطعی همش قطعیم همه وقت. سلامت باشه. امروز موضوع ما موضوع زندان است. چرا هر سال آف میشوه اما زندانای ما خالی نمیشوه؟ زندان ما خالی به خاطر که مردم گوش دارم. خب بفرما. میگم چرا هر سال آف میشوه اما همه وقت با زندان ما پر ایستادگی است، یک اونگرا خالی نمیشوه؟ و این یک حیله، این یک بازی های مردم های میخپن میبرن بگنو محکم میکنن، ایسو آف میکنن. های امام علی آدمی خوب، امام علی آدمی نقص و یک خود نشانتی میکند، هیچ یگان کار نمیکند. مردم ها چشمش خوک میشپد. نمیکنی که مردم تاجیک ما بیزنس دیگه هستن، مردم میقپه میبره ایس زندان میکنه، ای طرف میبره میفروشنه. مردم تاجیک ما هیچ چیزی نیست. مردم تاجیک ما را پس کردگی های، مردم تاجیک ما را در زمین زدگی های، مردم تاجیک ما در اسیا خور و زار همه در بدر خاک بسر گشته شدیم. چند برادر در اسیا ای؟ در اسیا 4 سال شد. زن فرزند هست؟ بله هست. پدر مادر؟ نه گذشتم. ببینده برادر، نرفتیم ندیده. مردم یک تاور است. مردم تاجیکستانی نمیرن تلفن شدگی است. بله. اما این تلفن یک آدم باید برای فروختن کو باید بخره فروشه، اما امام علی را هم خیلی میقپای کشتلش میوره داخل زندان محکم میکنه. زندان مغازین ای در میدرورد، ای در اتو شده میفروشه. 5000 6000 7000 دلار تا گرفته. او قرم نمیفروشد. تاجیک اکاجان هیچ نیست. وزیر تاجیک یگان قدر ندارد. قسم به خدا در همین روسیه ما هستیم، همین تاجیک هیچ نیست. اول هیچ یک بعد تاجیک. چی باید کرد برادر؟ ولی باید چیکار کنیم؟ همین استوریا 20 سال میشود تکرار شده است. اینا باز کرده است. همین استوریا 20 سال شده شده برادر. استانه اینا شما اشورف با امید این تاجیکایی که در روسیه با امید اینا نکنه که همین خیلی که عزت امانه گفتن که ها شری نر شری اعلی گرفتن بردن محکمش کردن. حاضر یگان کس به داد عزت امان نمیرسد. همین شما هم باشد کامنتاریاتون هم میخونیم شری اعلی شری این مبارز این وای با همین یک تا شما را قپن برن یگان تاش نمیگن. همین آدمایی که ایمای اپریل ایس اومدگی که با خدا قسم میگیش که همین چرا تماشا که دیلیون نمیشه دمی خیلی پریدچ ها درو یا ای ترسه. الو سبب میبخشه آواز ما کشتگی سبب چی است مردم نمیدرویا؟ یعنی برای یارا آزادی در کار نیست. میگم کوزی پیشتر گفتم که یک انسان گفته است که بسیار من جنت میخوام، جنت بسیار دوست میدارم، میخوام داخل جنت باشم. نیکی مردنش میترسم. مردم تاجیکان ناوس جقیدگی های ناوس دنیایی برای جنت درآمدن حداقل اول که مردن در کار است که باید جنت بره. بله. اگر جنت میره زنده بله. همین شخصا من میخوایم ای چی میترسیم؟ آزادی وطن ما نمیخوایم. ما میخوایم وطن اینم خیلی کشتار نباشه، قتل نباشه، انسان‌ها زندگی کنن در وطنش آرام آزاد زندگی کرده بتونن. تاجیک سلفی و حنفی و شیعه و سنی و گفته آورده زندان کرده، ای طرف سلفیش هم فروخته است، شیعه‌ش هم فروخته استن. نمیدونم ماشیناتون آینه سیاه کردن ممکن نیست. امام رحمان قانون قبول کرد، پیچت زد در پارلمان مجلس هم میکنه، ای طرف بده 200 دلاری آینه سیاه کرده رفتن میگی یک کاغذ میته که قانون نخریدی. ما نمیخوایم در تاجیکستان ما قانون بیزنس باشه. بله ما میخوایم که آزادی باشه. نه که آزادی رو ما را نمیتیم. مردم ای چی میترسن از نگاه شما؟
ای چی میترسن این مردم؟ айнигоҳи ман мардумае ку навси динёи ҷиқидагияи мардума اوکین همون ягон ناس кас برادر همون ما بدانم که تاجیک در همه روسیه اومدگی شکرنی زندگی داره رنگینه اروپا واری خونه خودکی هم گفت ماشین داره بچه‌اش صدیق رفته است پول داره در کیسش کار داره 1,500 یورو ایلیک 3,000 گرفته است در کیسش خیمه بگم که عشقی دنیایی را مفتون کرد او بچه هم در روسیه کو 10 برابر ای تاجیکستان عذاب کشیده لپات کرد 14 ساعت 12 ساعت شکتور میزنی چقری میکنی این چی نفسی دنیا است کدام نفسی دنیا است در اینجا همین گپای گفتگی خود درسته بوم بیان حاضر همین روسیه دام کارمو ارزان نشیدگیه که والا بیلا کو اکثریتش همون قدر کار میکنه که همون پولایی که میگیره روی میکنه یک کوبچوار 250 سومون ببین برادر 1 سال زیاد میشه همین کانال که شدگی موج ما هوی کنم پادپیسکوش ببین خنده را میمری میدونم من دیدم من پادپیسات کنین شما را پادپیسات کردگی تو مود یک موتیواسیا میتیا یک قوت میتیا ببین همه کار را میکنی باید زمین یا چی بگیری پروستا تگ نیست در دنیا یگون کار همین یوتیوب خیلی یگون سون پول میته با همون پولم که جا میروه اینا از لامپچکم شکستگی افیرم خیره است یا لامپچکا ندارم برام یا لامپچکا بگیرم یک کامپیوتر میگیری یک چیز میگیری یک باید نمیجر از خود کرده است یک انسان دیگه اونا بیچاره در برن میمونه با رایش میکنی 100 سم 200 سم دارو میتیش همین است همین ما رو نمیدونم موقع ما چم دادن دیستم پولا یا که خدم نخورده استمش خدم اویلی که خدم دا میرسه و چم دا میرسه کار میکنم با خدا اکثریت چیزا پیدلا میدونن همین مردم عموما نه میترسن ای خدا جونی همون میترسن با نام خدا قسم استانایف من همین موی مرد وقتی که رها هوی شدن کو مردم اومدن گیری خیلی حالی هم دوام دارد اکثریت بسیار شکو میپرسیم گپ میزنیم همین یک گپ داره همین تنج استای بسر ای خدا زنه تا تنج استای بسر چه خیلی تنج گیشنه ای خدا جانی همون ترس بگیره این ترس چی ترس از مردم تاجیکستانی مورا هم گدو کرد هم در بدر کرد هم به خونه کرد هم به صاحب کرد هم به آب رو کرد هم تمام مردی کار کوچرو تمامی به آبروگی را بکلا گرفتیم همین ترس گفته خیلی همین ترایونه که هر یک کس اویله و فکری خودش قطعی شخصا من طرفدار شما هر وقت که در کار شود لایک هم میمونیم پادپیسات کردگی مکه جان یکی خیلی کن همین من دیلم با شما من برادر پیغام من همین که من دیلم با شما میسوزه که همین مردم تاجیک همین قد دلتیی میکنه این مردم ما شما را حکومت امام علی فهم نمیکنه شما را حکومت امام علی ترمان نمیکنه شما را همون مهاجرایی که مینویسن که شعری نر شعری الله شعری این شعری وای آن همینا شما را کو ترمان میکنه یا که یگون بچی که پستی زنید ای پشتی نمیخلی میزنید اکثریتش دروغ میگه با خدا قسم مردم باید یک چی باید خیزن نکی حالی هم مردم پختگی نیست حالی هم مردم کو این عزت امان وقت گپ میزد من پستیه نه همین عزت امان قسم با خدا نه فایده شدیدم نه زیان شدیدم نه یگون چیز شد این قدره که من با شما و با اشور صحبت میکنم نه که قطعی هم مردک پروسته کو گپ شا گفتنیم که هوای دستگیری میکنن اشاری الله ما قطیتیم ما ایتریم ما اوتریم یک خیلیش داجه همون زنش هم زنگ نمیزنه یکم اول پرسی هم نمیکنه اولی هم مردمی ما اولی هم تاجیکای ما پخته انیق ایمانشون کاملی سخت شدگی نیست بله برادر انشالله که تشکر زیاد برای پایان آدما زیاد هستن و آدما هم سخن بتیم انا خدا نگهبان برادر عزیز تشکر اشرف سلام گو یک دو سه وای میدونه خودش در امان خدا باشی استانایف زنده باشه برادرها همتون در امان خدا خدا نگهبان برادر عزیز دوستای عزیز همین پادپیسات لایک دیگرو دامو پدیلیت کردن فراموش نکنید تو که همتونو بیان فکر نظرشون نفهمیم خب برادر عزت الله برای که نوبت خطی رفته استیام تو خورده سلام علیکم برادر چی فکر داری چرا هر اینقدر هر سال آف میشوه اما زندان خالی نمیشوه این چی زندان کردن است دینم برای دین تا میبرن زندان میکنن
دنیات هم میبرن، ریشمونی میبرن زندانت میکنن، نماز خوندی هم میبرن زندان میکنن، نخوندی عرق خوردی هم زندانت میکنن. این چی وطن است اصلا؟ چه فکر داری خودت؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله. و تماشابینان دوستان کدام که ما را تماشا دارن، میخواستم یک شرح دیم از برای موضوعتون. این اف که ما همه میدونیم که مقدار 20 سال شد همین افا را هر سال میبینیم. بله. و اکثریتش جوانان اهمیت داده باشه. خب جوانان تا حالی سن سالشون 30 نرفتن. این یک پستی حکومتی است که جوانا حدوداً 60% جوانا هست. پستی حکومتی است که ما را در کدام حالت جوانا را آورده رسوندگی هم 50%ش اگر مادرم پدر کتی وینواده 50%ش خودی حکومت هم وینواده اینجا در رول بازی میکنه. و چرا حالی هم تو زندانای ما پر است، چرا خالی نمیشود زندانای ما؟ شخصا دیده است که هر سال حلقه گروه ها کتی بازی کدستیان. گروه اینا اخوان مسلمین برآمد، با اینا امسال اخوان مسلمین برآمد، اینا با چند نمیدونم 500 600 نفر 700 نفر بردن زندانی کردن. هر سال هر خیل برنامه کتی. این همش این برنامه برای چی است؟ این برنامه از کرسی نرفتن یک خیل چشم مردم ذهن مردم ده خوب کشوندن که مردم ترسن که این خیلی گروه ها برآمد، این خیلی گروه. این همش برای کرسی نرفتن است. شاید گیم اکای اصلا همین مردم ما کو همین خیلی کسی مردم ما را تروریست میگه که خود شخصا خودش تروریست. مردم ما مهنتگر باز میگه مردم ما یگان تاش تروریست نبود و زندانی هم نبود. و امروز میبینیم که افای کدستن اف میگن برآورده سنی قدر 16000 هم خیلی با من دیدم تماشا کردم 16000 بود همین قدر. ставка هم چند سوم است؟ یعنی که برای با اف غلطیدن باید چند پول بدی؟ چی فکر داری؟ $6000 $7000 همین قای. لیست اف داخل شوی. وقتی اف کم میشود ставка بالا میشود. هر یک انسان میخواهد داخل شود، یعنی ставка بالا رفتن میگیره. میخواستم برای همین اکا اصلا گاز زنم که خودت که شما هم یک به شما سوال کردم که همین چی خیلی میبینید در نظر که 60% همین جوانا هست. اکثریت اینا جوانا هست. ایروز چی باشه همین؟ میگه که ما یک پستی مردمی خدمت میشه که همه جواناست. ببینید که اصلا اگر همه جوانا سودی میگیرن اینا دیگه کاری دولتی کردن نمیتونن. همین خلاص این چی برنامه باشد؟ نگاه کنید که اکثریت اینا جوانا هست. اینا سودی میگیرن. نمیشد که یگون برنامه دیگه سازن همین داده. میشود کو همه کار میشود. میشه که پسیکولوژی که اومده قطعی اینا گازن نه که حتی برده توی زندان. برادر اینجا با یک تیر چند تا میزنه یک آدم. ببین ترا میبره زندان میکنه دوغی سودی میگیری یک. در دل ترس میدوزن میزنن درو درون عذاب میتن دو. سیم از همین کار با پول کار میکنن. پیش از برآوردن تو در داخل بودن مادرت، پدرت، اکا، دودرت پول میده که توی که ترا با جان تا ساق سلامت در اینجا کسل نشده بروری. آخران سیم بلیت همه خرمه تا میره روسیه یه امر کار میکنی تاجیکستان پول روی میکنی و کیف میکنن میگردن تا دیگه دهن تاوی نمیکنی برای که بورا بران محکمت نکنن. امروز اکا اصلا من با یک شخصیتی که از طرفدار رحمان بود من امروز یک پیغام روان کردم گفتم که اگر خواهی گفتم با اوید همین اف بیا در کانال اکا اصلا امروز صحبت میکنیم. گفتم که همین موضوع مونده با خوبتر شد که نه برآمد اگر من برنامه‌تون پیگیری کردم دیگه اگر برآمد قطعی صحبت میکنیم سوال جواب میکنیم. تمام سلامت باشید. تشکر از من از صحنه از یوتیوب برو تماشا کردن میگیرم شما. تشکر برادری عزیز. تشکر. و گفتنی هستم که آیاتو نبرورید ما با شما باشیم شما با ما باشید این بهتر میشود. اگه پیشروی ما بسیار میشود. برای مردم گفتنی هستم که بیاید یک دستگیری کنیم. بیاید تلاش کنیم که دستگیری کنیم لایک را گذاریم پدیلیت کنیم. این همش از اکا اصلا زویس نیست از ما و شما زویس است. مثلا که ما خاطر شما باشیم با پیشرفته شما دیگه خیلی میشود. چه شما قید کردید گفتید که برای آزادی برای آبادی برای که هر کس خواهد تجارت خوب هر کس خواهد برای وطن دوستای خود هر کس خواهد با فکرهای اندیشه‌های خودش در سیاست برای در تاجیکستان اشتراک کنه مثلا در پارلمان در تاجیکستان حکومت صحبت کند представляться کنه.
барои ҳамин талош кардани хоҳанд мардум биёед ҳамакаса якҷамъ тарҷама шуданд дар кор. аз дасти мисол аз дасти яки шумо ҳам ҳар як чиз намеояд. вақте ки мо қати бо шумо бошем ин хубтар мешавад. такя ба шумо ҳам кардан дар кор нест. мардум ҳар кас бояд барномаи худша кам қатъия барномаи худшам куна ва биромада суҳбат куна. ба фикрам мо ҷиноят накардестем, дар дасти мо силоҳ нест як астана. дар дасти мо ягон каса мо ба ҷанг даъват накардестем. мо медонем дар дасти ки силоҳ аст, дар дасти ки пул аст, дар дасти ки чӣ аст. биёед ба ақл фикру андешаи худмон кор кунем, кам барнома карда биромада фикру андешаҳоамонро гап занем ва ақидамон камтар баланд меравад. шахсан манам вақташ да метарсидам медаромадам ака астана. чӣ барномаи шумо чӣ барнома каюсе неки оҳиста бу худумда барнома карда худумда чиста простой активист, отдельный активист. ташаккур бародари азиз, бародар Иззатулло, ташаккур. خب سلامت باشی. برادر یوسف در اینجا سلام علیکم. شکر پروردگار. سوال بوده استابلی بعد بالای Следующая остановка ТРЦ Лион. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на چی گپی هست همون صدای روسی Спасибо. اومده. Приятной поездки. برادر چی فکر داری؟ چرا همقدر آف میشه زندان خالی نمیشه؟ زندان چی دا خالی کنم برادر؟ اونجا همون پول کده ایستادگیش نغزیده. چی نغزید؟ چی هست که قدر میتون جوان تاجیکو را زندانی کردن، داغ زندانی دادن باید؟ ТРЦ Лион. نه برادر در وطن ما результат می‌کنه ایلوجش نیست مگر Следующая остановка парк Долгие пути. Ношение масок в городском транспорте по-прежнему необходимо. Пожалуйста, не снимайте до выхода из транспорта. در شما دوتیش گپ زده است روز که باغ جاغ همون آواز شما را هیچی فهمیده نشده است. شما کوشش کنید از همون خورشید ایشالله از همونجا همون چی خورشید باید داخلشید خوبتر میشه. خب برادر باری اول سلام علیکم. سلام علیکم. آواز من خوب است؟ بله آواز شما است. خب فکر نظر شما این آف چی است؟ هر سال آف می شود زندان خالی نمی شود در تاجیکستان. خیلی آف است. چی فکر دارین شما؟ اولا برای سلام علیکم به همه مخالفان. اولا برای به شما استانایف و بعد خواستم با اکی حسین اشرف صحبت کنم که راستی گپ بسپی نکردم. ایف و درآمدم که وای مرد سیازم. صحبت نتونستم. درباره اول از که احساس با احساس دادگی هستم باور کرد. نه با حضور صحبت کنید. یعنی شما زندانی داره ما آدمای زندانی داره میخوام داخل شون یک بار گپ زنن که ماهانه یا که اقلا در کامنت بنویسن یا در یک سال برای یک زندانیشون چند سم رصد میکنن در همون زندان اوقات بردن همون ویزیت دادن سیوی دانکا گرفتن چند سم رصد میکنن. من همین را میخوام فهمم. روسیه پسری امکان من در زندان یوان بود. من خودم در دماسکو بودم اکا. من روسیه وقتی نمیدونم سال چند سال رصد میکرد چیکار میکرد. لیکن 2018 سال 2 سال اشتا که بعد 2018 سال آف با داخل کردن 9000 کتی برو آوردن ویا. چند سم دادن برای آف؟ $9000 با کتی خلاص کردن. یعنی $9000 داده آف در داخل کرده برو آورد. ها دادن بعد همونجا برو آوردن. در زندان یوان بود. نه برای بینندگان گرامی برای آف داخل شدنش $9000. اگر 3 سال دیگه میشش دیگه خودش میبرم مثلا 5 سال داده بودن ویا. یکی 2 سالش دیگه بس همون 3 سالش هم آف مقصد سوم داخل کرده 9 تا برو آوردن بعد $9000 با. $9000 3 سالش. ولی اون مرد کوزر اونجا کار کردن نمیتونه. مثلا که دوغ سوبی داره در اونجا کار نمیگیرن ویا. روسیه دامون داجی دامون بازار عربا میکشد با همون دوستا برده خدا $9000 کار کردن نمیتونه با عربا کشید. از کجا برادر از کجا با عربا میکشد روسیه باید زوری برده خود در اونجا کار نمیگیرن. میگن تو دوغ سوبی داری.
اگر اون بچه به هیچ شنوده بودن به هیچ سخنای ما حقیقت داره که همین آف یک بیزنس است زندان یک بیزنس. این سیستم های همون حکومت خودمون از این سیستم اگر مثلا زندان اگر خالی کنن اگر کو و کسی به پول میمونه سیستم به پول میمونه مقصد هر سال اگر مثلا پرسای کنه که مثلا یک سال مثلا 10,000 اگر از زندان آزاد کنن اگر مقصد که چند قدر مردم در اونجا مثلا اشتگی سون کار میکنن در اونجا در اون زندان مثلا همون سرجانس هر کدیش تو همون کسی گفت که رامون کسیش میرد مقصد ما پیشتر گفتم که هر یک زندان کار میکردگی و بدرویم ببینین همش مرسدس های آخرون مدل قطعی میگردن با سنترکس مرسدس های پایان قطعی خونه 2 تا 3 تا خونه دارن 2 تا 3 تا زن دارن هر یک شهر ولایت نویده زن دارن یو با پیلوز اونایی که زندان انکو عجیبش یک چیز میدونه چی برگیری میومدگی را با میگن که خیلی تلفن رو بگی بعد گپ زنیم با دایش مصلحت میکنیم بعد سویدنکا پیودنکا نام پونتا توری میکنیم با زندانیو را بگیم زنش دایو که دیگریوش ده با هم خیلی دیویژنیو هم میکنن عجیبش در همین که مقصد مثل اولی کامل اگر خیلی گیره مثل بلندی بعد گیرن اگر مثل 1,000 سوم میگیرن 1,800 2,000 بالا نمیگیرن همون مثل پاسبانو یا همون زندانیو لیکن هم یک مدت ما کار میکنم مقصد یک 5-6 ماه نگذشته اونجا صاحب کوارتر مقصد صاحب مشروع یا همون بلند هر روزش که قسم اگجو میگیرن من 3 ماه شد اکادمی شما رو گوش میکنم بار که تماشا میکنم گوش میکنم 3 ماه شد ام که میزنم یکم بار داخلش نشده خوب حسین اشرف با مقصد شما بایم سوال کو واقعا داخلش نمیشه ببین برادر یک بچه ما کیت $1,000 بگیره برای عفو کردن انا که ببین که در اونجا چند کسا حاضر 16,000 آدم سر میتن اگر $9,000 بگیرن ای 16,000 آدم اما سرید نمیگم مثلا 5 تا گیم سوق کنید اگر مقصد سرید نگاری سوق 5 تا گیم سوق کنید اگر 16,000 آدم اکوش یک سوق دیگه دیدم مقصد که چند سوژه مردم کار میکردن اونجا بایو اما جام کیستوی همون حرام خورا میره ای است برادر بیزنس خب یکو پیغام داری برادر پیغام به همون برادرای مختلف دارم مقصد که مردم بیدار شوند یک اینو اگر سرنگون نکنیم اگر بار که آینده فرزندان ما چی میشد خدا میداند من روزی که 3 فرزند دارم من اونجا در فکر زدم که فرزند ما آینده چی میشده باشد مقصد که بیدار شوند مردم بیدار شوند حرکت که مردم بیدار شوند این عکس رو گفتو که همون تو بیرون نکنیم اگر این خودش رفته این فکر رفته من راستی برادر میخوام انسان هایی که زندانی داشتن در عفو چانسمی دادن برو وردن زندانیشون نامشون هم نگه پروستا برویان گپ زنن تا کی شما خاموش میستین فردا فرزند شما نمی احوال نمیزنه فردا خشت میزنه اپات میزنه خواهرت میزنه دودرت میزنه نبیرت میزنه کنسا اتامون خاموش بود بابامون خاموش بود او امروز تو هم خاموش بیست همین نسل به نسل پیردوت کرده تو با کم خدا رفتن میگیری خاموشی تا ببرو بگو این بیزنس است این تاجیک فروشی است این ملت فروشی است زندان نه اینکه زندان است نه اینکه جای چیزی اصلاحات است زندان جای بیزنس رحمانوف است ببرو گبزه ای کی میترسی اون قدری که دانده شکنجه که میکنن مقصد که این اکون حسابش یک وی دیگه مقصد اما بچه اما که من برومد باور کنید 4 ماه در بانیسه خونده ولی چه نکردن هم تا نخونه کندگی نخونه دست پوچه نخونه ندارد یک حادثه باشه برومد گویا میبینم باید گیره اوزم اچشم او میچکده ایلوج نیست گپ گفته نمیشه سخن کده نمیشه در باره وقت تشکر زیاد برادر عزیز سلامت باشین سلامت باشه به همه دو سلام گفت برای کوچ مودا خدا نگهدار تشکر پایان دادن بسیار تست قبول میکنیم و تست کوتاه جواب بدیم برادر عزیز انا کبیری با پرزیدنتی سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم صحت و سلامت باشه برادر استنای تشکر شما الله جزای خیر توبتیم خب برادر درباره امروز زندان است عفو است ما میگیم که عفو رحمانوف هر سالش یک بیزنس میلیون ها دلار با بگیم بودجه کیسه میاره حاضر برادر برومد گفت که 3 سال موندن ده $9,000 داده عفو برآوردیم 16,000
این سال اکه آف سر میتن همه همون نه $10,000 یا خیلیش 20-30-40 هزار $، پول دروش میگیره. خب فکر نظر شما برادر عزیز، یگان زندانی داشتین یعنی که هم خیلی آف شدگی است؟ همسایه خودم جوران بود در پاکستان خوندگی بود 3 سال خوندگ همون سالای 2014 گردوندن آوردن شوکو همون سالو 1.5 سال ترماش کردن 6 ماه شش برآوردنش очаш خانه‌اش فروخت $16,500 داد برای 1 سالش کم کردن برای بچه‌ش برآوردن زیرا که تمام کرد بده و بچه میمرد باید انده بچه ما بخرم گفته خانه‌اش فروخت $16,500 دادگی. این همه میدونن که بیزنس های این مثال همه تاجیکا میدونن. من حیران در یک چیزی دیگرش من حیرانم برادر سنایست. همین مخالفات تمام دکزات الساقتی تمام فکت و دلیل قطعی سخنهای بگیم حکومتی‌ها را کارهای حکومتی‌ها را هر روز میگن میتیان همه شما مخالفات دکزات قطعی امام علی گپ زد دکزات میکنه که این خیلی گپ زد مثال خواهرامون تجاوز کردن دخترامون تجاوز کردن اوچامون تجاوز کردن کشتن هر روز استودنتا را میبرن زینا میکنن میکشن هر روز کودکا را از باغچه‌ها سودا میزنن هر روز غارت میکنن در زندان ها هر روز کشته میشن هر روز سربازی کشته میشوه هر روز گراجدانینا ترما میشن هر روز گراجدانینا در خارجات تروریست اعلام کرده میشن دلای جنایتی آغاز کرده میشن من در یک چیزم چیکار شوه باید در همین جمهوری تاجیکستان در همین ملت تاجیکی بیدار شوند بخیزند من نمیدانم که چی باید شود که باید بیدار شوند همین یگان راهش هسته بیدار شویش من نمیفهمم ده هیچ شد همین که مخالفا گپ میزنن راه نشان میتیم نه که خپن اسفند دوچکنی اگر من دو اسفند شاید بیدار شد من یک از عالم پرسیدم در ایران خوندگی در همین بگیم شهر روسیه قدیمونه او هم خیلی بیچاره فرار کردگی هر یک دانش داره که هر یک دانشمندا را خارج از وطن کردگی که زیاد شد ترمکگی بسیار شبا کشتگی بسیار دیگه شد خارج کردگی از وطن به نهایت با سعاده همون را سبب شد پرسیدم چت که جواب داد من همین سه سبب همین را میخوام با شما بگم ده شما تحلیل کنین همین سوال را بتین به همین مردم بیزاری از وضع موجود خواستاری وضعیت مطلوب گذشت کردن از عزیزان همین سه چیز را تحلیل کنید چیه همین سه چیز شلو تحلیل میکنیم برادر الله جزا خیر بده تشکر برادر عزیز خدا نگهبان شما شلو که لایک پدیلیت فراموش نکنید تا که دیگر هموطنان داخل شود البته خب خدا نگهبانتون اسدالله سلام سلام علیکم امیدوارم خوب صحت سلامت باشی سوزن تنجن تشکر زیاد امیدوارم که شما هم سوز باشین ببین اسدالله چی به همین خسال زندانو آف میشوه اما خالی نمیشوه یعنی که همین قدر هم مردم جنایت میگم زندانو چرا خالی نمیشوه هر سال آف میشوه اما زندانو پر هستند همین قدر مردم تاجیکستانی ما جنایتکار است اوست اساس نمیفهمم ایسر بود راگانی خیلی باشه بعد انشالله کی میفهمی نه خب برادر شرافیدین سلام علیکم سلام استانای افسادی خوبی سلامت یکات خوبه برادر عزیز همون سوال یک سوال است برادر چی است که این قسال آف میشوه بگیم زندان خالی نمیشوه و آف یعنی که این به پول نیست یک برادر برو من 9,000 گفت یک برادر برو من $16,000 دادگی هستن برای برآوردن بچه‌هاشون فرزنداشون خب شما میدونین یگان انسان شناس یا رفیق نزدیک اکا دودر یگان خش تبار که همه حالت چیدگی است در اف پول داده برآمدگی است نه در اف کنه معلومه که استودنت جوانایی که میخونن اینا را جای کار دادن در کار و یکمش برای نداره همین جوانای بیچاره را برای یا لایک پایک کمپرامات میکنن هم اوانگارد دیگه برآمدگی در بینش مدروی نمیخواد بیچاره جوانا را پستاوید میکنن میبرن میشنونن این معلومه همه را سودی میکنن که مردم غلام شوه اوخی ایش معلومه
بعد حالتی در ترما زدم نه یک سال نشده است یک ماه نشده است بچه توایی ما برای لایک گذاشتنش خبیدنش میگن که برای ایترما با ایترما گذروندن $16,000 دادن ایترما با ایترما گذروندن اولی یگون سال شما نکردن یگون چیز شما ترما یعنی که یک ترمای خوبتر گذروندن $16,000 برای خوبتر گذروندن $16,000 همین نو یک ماه شده است امورا خبیدن محکم کردم برای لایک داشتن برای لایک گذاشتن $16,000 گرفتن حالی هم در داخل زندان است با 12 سالش دادن 12 سال یک لایک 12 سال برای لایک دادن پس حالا چی میگی برادر خدا در میگه 12 سال برای یک لایک نشنوی ای تلفن چیش بیرونه خب برادر عزیز یگون پیغام داری یعنی که شما تصدیق میکنین که همین ترما بیزنس است یک بیزنسی هست که همین توجیک یک جوی توار است میقپه میبره پول تا میگیره همین درونی ترما حالت نمیتین همین درونی ترما اینم خیلی چخچخ میکنن هم برادرها همینجا هستن میگه جای خواه مونده جی بس ما جای 10 سومون بودی هم ایده جای خوی سوزد میتین عدیالت میتین یک شوش ده اگر نتی اونجا تبرکلوز میشه میمری میره کروچی درونی توالت ده خود میکنن اون جوی ادخود ده همین چیز 20 سال میشوه 20 سال زیاد میشوه همین چیز نه 30 سال میشوه قریب همین چیز دوام داده است همین زندان بیزنسی زندان میلیون ها دلار سالانه درآمد در کیسه عیش عشرت رستم سامان نمیدونم خسر بچهای مملی داماداش کیف صفوش ده رسخوت کردستن میلیون ها دلار اومده است سالانه چرا مردم ما میرا درک نکردستن بدور نمیشوند سبب در چی است سبب ابونه نشیدن در ما گوش نکردن ما هست یا که نمیخواه که امیره عموما تصور کنه مردم همین میگن بدونن یا که خودشونه هم خیلی مردم ما از تنه اودن یعنی من در تاجیکستان به خدا دروغ نگم خیلی هم 20% اما اولاد 18 اگر سیر باشه امی 80% دیگر مردم گشنه از هم دلی راست همش مردم گرن گشنه موندگی نمیوه این مردم چی دارن همین مردم نمیفهمه همین را یا که میفهمن میدونن و پرست میگن که ما پی این همین الفابتی کلانی پی ما دای همین این همین خیدیگه مونده است که این همین مبروی ولاوز همین مردم خچو گپ میزنی که این همین این خیلی ادبی نه همین کوچگی نه خیلی خمچه کمه گیری در کنشون داد شپا میگنی پیشون میگنی اینا دیگه گپی خیلی نمیفهمم برای کی جمعیان اما غلامیای نمی کون یک کزمه لسان نمیجا او نمی یاسم روی کنم اما چا بابام گشنگه نمره تنجای دالشی توریه من تنجم تمام ابا چای تری نمیشه او فرزنده کوی کی پگای نمی خیلی کار بو رنگ خودت نمیجا میام بل کدمن یو کی اونجا ترما یام را میجا کار میکنه نه همه آدمایی که خاموشن همه باوری دارن که آینده فرزنده یا زندان نمیشه یعنی در هم بیزنس رحمانوف چقدر فوید باوری دارن آینده شو ای بچه و گیجورا رفته همه از خانه ویا سوال با گیجورا رفته سیمو ما برادر ما باور که ما پاتینکا ما در حکومت داوریت نمیکنم ولی که فرزند ما موشتر ما داوریت نمیکنم با خودم این همه کم خیلی شیدگیم که دیگه دم فرد نمیدونم مهاجرتم نمیدونم دیگه چی بگم اخی در اونجا فرزند اینم با خدا یک خطر این همه بچه را جمع میکنم بچه میگه ای میگه اینو خب که در دیگه جو گاب نازه بچه میگه برادر یک چی را ببین مرغای ماهینیک بمونه بعد از اینکه اگر ماهینیک چگان پیشک بخره یگان چی بدزده کو دیگه مرغ در اونجا تخم نمیکنه میدونه که اونجا از نچید خطر داره میره و در دیگر جا تخم میکنه جوش ایواز میکنه یکی مردم ما همین چنین مرغ عقل ندارن که
زندان کردستان کشتستان بودن همجا رفته زن گرفته فرزند کردستان ای بخدو با ویاگو تشگردنی نامه شوایی نمی توجی کمه بینی دامی این هم مسکوه دامی رامه گرده میگو چونه شاو برا ایده دل گردادور نیست ای سر هر دو سر همدیگر مونا گانده گرگیم ای مطرای تری و تری بچه بخیزن یا مایده دل گرده کنه نه بچه یا اولو ده ای قمور اغلام کده گیم شما خپه تشکر برادر عزیز تو که در دیگران سخن بله در همون خدا از تنه فهمی کدومش همین چوبلوز برمد هم تزوای چرغوتوای قطعی هم تو غرش که بتش جوابش تبره و هم قگبش بزنم خودش میده میره و گمشه سلامت باشی برادر عزیز بله در همون خدا خدا نگهبان برادر عزیز اینجا برادر عبدالرحمن است که انا برادر شرافیدین عزیز صحبت کرده بودن بعدی برادر مهاجر است سلام علیکم برادر عبدالرحمن سلام علیکم برادر استانای سلام به تمام مردم توجیک و تمام مسلمانان جهان خوب هستید اینجا برادر تشکر امیدوارم که موضوع با خبر هستین همه وقت پیگیری میکنین و فهمیده سین بله برادر با خبر هستیم انشالله فکر نظر شما برادر در همین باره یعنی که همین زندان بیزنس است یا که زندان است قانون در تاجیکستان قانون است یا قانون بیزنس است نه برادر استانای بخدا صدها پریمیر آوردیم در قطار شما مبارزه برادر الحمدلله ما هم میفهمیم یا چونین جوره ما راستی شرم میوید دیگه بعضی وقت بانو خدا پکلینی موای کو پکلینی بوای مو کلانتر 5-6 سال کو های بگذاره که 50 ساله و 60 ساله شمونیم به حال خودش بستوید یک شرم میاد بانو میالله تمام شکست ریخت میدونن تمام کمبودی را تمام مقصد که بگیم که من شکنجه به هر حیله زندان کردن زندان کو تجارت شدگی این بعد دیومین مقصد خیلی هدف پیدا یکی تجارت یکی سرکوب کردن ترسوندن این همین رنگی همون گفتی خودت که مرغ خم میمونه دیگه نمیمونه اونم تری شکل این مردم من نمیفهم برادر بخدو ای به کم مردم قرقیز اقچه هو ها میگن همی میخیزن لکه میبخشی کم تر برادر مثال ما همی بگیم که انشالله ادبیش هم میگیریم نه که همی چگی گپ زنیم برادر و قدیم شاید بفهمن من نمیدونم چی جنجال میکنه در تمام دولت های دیگه با قرقیز و با دیگرش که بخیزه اینو که جنگوار اینو که مرد بچه این واقعا بخدا ایمو سپارتسمنتش تو اونمو خولیگانی قدی کوچشه خولیگانوی قدی کوچشه بخیزین کو یک بار شیر بچه‌شین برین از مشت لغت نترسین یک بار گپ زنین سر بالا کنین حق انسانی تونای حق شهروندی تونای حق کانستیتوشنی تونای همه طرفه چی میترسین من نمیدونم بانومی ای اقلا نمیبروین گپ زنم با خدا نمیبروین بیا رو تصیو میکنی بسیارت نبخشی ای موهولی در کار میشیم کای چندین سر سال که مقصد ببخش برادر یک تلفن شد چندین سر سال ما بدونم ماهی دیگه میخیزی ما هیچی نگم دا بگم تو زور بدونم یک ماه پس میخیزی ای رو تصیو که صدها تا هزارها تا شیطانیگری که میترسی ترسون چکی بگردن بگی خوش و به حال مردم بلاروس هم میگن بانو میخدو زدن یک تنیم تاش مردم خستن دعوا و دفاع میکنن طلب کردن دلشی رفته سن حالیم نیکی اکا چخلای باور که زندگی بلاروسو ممکن که 50% ایمو با خوبتر باشه اگر 100% هم نباشه نیک طلب کردن برادر خستن ما چی فخر کنیم یک طرف مسلمانی یک الحمدلله گفتی همه چی که بسیارش هم کامنتاریو ده الله اکبر ای شرم دوره بخدا ما بخدا واقعا برادر هستن شرم دارم شما را همه به حرمتی را کدیسی هم پول پیش میکنن زندانتون میکنن پول مالتون هم میکشن میگیرن با گفتی هستن برادر که
قرضدار هم میشین در اون جا دیگر راه نمیوین ایتر میگردی همی هر گپت میگن 6 تا برومده یک کده قطید بو سلام علیک رفت اومدش خلود نه میگیرد با هم بیچاره اوچتای پدرتای بلیتا میره گم میشه چند سال دیگه در بدر میگردی نمیخزی سرجم شوی ای مردی مسلمان ای مرد بچه درک دوران از همین حالت ها مردم چستود میکنن که همین زندانی تاجیکستان همین یک بیزنس است هم میشکنجه میکنن هم پول تا میگیرن هم بگیم همین پروسه زچماریت میکنن میپرتون همین بانو خدا برادر اینا گفته سایوخی زچماری دوزی با مدلو چشیدگی ای زچماری ده بیزه بش کیسای بانو خدا ای زچماری ده استانای برادر والله قسم گنده به امونا نه به امونو ای همو شوخای همو مقصد که مؤسسه ای همه بگیم همو کیای منصور کیای پدرنالت وزیرش ایانمو سرکاگی و هم یک امنیتی های میشه بعد اونجا رفتگی ای همو سرکاگی بانام خدا شما یک کافرین لاینن حرمن شما تو دور نمیره این ملت توکای خیلی میکنه روز میشوه شجاعت چون بدور میشوه کو با خدا قسم تو نواسوتون جواب میگه ای همو گر جواب میگه ای دا خوبش کو انسان شینی قرار این قرار انسان شین با خدا قصدن میکنن برادر همه همو یا حرامخور من بسیار چیزایی را میدونم که جهال بسیار ممکن برادرایی که من را میشنون بعضیاش هم قصاش هم میدونم زن اپا و خواهرش باور که خبرگیری رفتن در استفاده میبرن حیله میکنن پدرنالت همو گفتی چی که پیش صفی پیش همو منصور سر کده تو قفوشه تو تمام همو کارگرای حرام میده چویدش کو همه بیناموسی را کو همه مقصد که بگیم برادر بدبختی را کو به هر یک همو مرد بچه رو دیدگیان رو میبینن به همو خاطر من بسیاری برومدگی رو هم برادر هستن میرود دفت میشوه یک شهر دیگه خب لب میزنه نه گب نمیزنه که همین هم حیرت دایم من نمیدونم دیگه با مرغ نمیگیم به شجاعت ترسونچک بزدل همین مسلمان هم نگه نگنه بسیار تو میارزده باور که قدی هم مردم بلاروس و کرغیز نمیشه من خودم شوید هستم انا بگیم یک دوستی ما در خوجند بود نامی همو عبدالحمید بود خطا نکنم همو کار میکرد در همونجا در خوجند من همو را فهمیدم که همین اینسو یک دو دخترهایی که همه شوشون ترمشیدگی هستن هم زنورا در همو خوجند در 12 میکرورایون 18 میکرورایون دا سپیچال خونه گرفتگی بود است برای نمی کار نمیموند است درآمدنی سویدانیا نمیموند است غم میدود است همین آخر دا условияш هم بود است که اگر فرات کمی هم نرمال نشوه короче کم کم قطعی متنشینی که گفته همین کارا پریلاگات میکرد است اگه تو کجا کیورا کردگی است نامعلوم است لیکن در همین عبدالحمید بود خطا نکنم نامش چیزی بود دلشاد بود حمید بود هم خیلی بود نامش من میدونم برادر جان من بسیاریش هم میدونم من اونجا مقصد یک وقت زندگی کردگیم گشت بزرگ داشتم بسیاریش هم میدونم حتی میدونم آدمایش که زور و قطعی راکور نظارت ترمو را پیسان نمیکردن با فرمون زورو لوگوی کورا میکردن این بگویی که گردش مواد مخدرش کو به حساب تجارتاش همین تلفن قرضدار در درون هم یک نمود استفاده میبرن این برادرها را که الله خیر که هم ایرا مقصد که یک آزادی را نصیب کنه یک شیر بچه‌ای که باشن واقعی برایم دعوا کنه آخه من نمیدونم برادر هستن در رو پیش چی پول میتیوخی اول همون خیش قطعی گپ زنی یا که دشات پول هم میپرتوی یا که یک کنورچه دا میکنی نمو میبرویا بیرن در پیش دا پول هم میگیره میروه بعد درون دا میروه بعد تلفن میکنه میتا میگه من اینا قطعی گپ زن بیزنس همین توجیک توار شدگی است به پول میقپا میوره از این در میدرو را از در دیگه کو پولاکی فروخته استش دونابای штучний оптом میفروشه ставка میمونه 5-10,000 دلار کومه بچه در کورای بخره بچشه میمونه میتیا با اوتوشون پولاناتی یک زنک در پیش مادر اومد حلقه کی خدوراماتی مادرش روزی عروسیش در قطی گردن بندش همین را بخره التماس شما بگیرین
ماذا پول دار پورای ما بچه ما بروریم بچه ما راسیه میره و کار میکنه ما پول تو نداده همین میکنیم پیش مادر ما اومده ما پول نداشتم میداشتم اون وقت هم خیلی میدادم خودم پلاشیده بودم یکی $5000 هم مادر صبیرت کردن نتونسته است فروخت از چیزوش هم 5000 نشیده است بچهش موندگی نه هفته بوده کی هفته بود ما همین برادر استانای تاگی بدم برادر استانای گنده ناموسی مایل نبوده پول برادر جون با خدا قسم بسیار چیزا را میگیم یکی به عزت نفسی ما او ظالمو را زدگیم یکی به عزت نفسی یگون برادرو نرسیم که ناموساشون در گنده رسیدگیم با نام خدا 7-8 درای ممکن در چهارم در معنش میکنه او ایگیجا میدونه که این کی در اومد اوشا دکیم گیجای با فرمون این میویا این شب میگیره لوبوی کوری که با ناموسش دمیرسه میگه بفورد بگو نه فورد نگو ما اینا خواب بیو بر با کالیدور زلیونی این ایتاری حرمانیو باور کنین مرا ما همه تهمت کنم مو خیلی مرد نیستم نه که روز میرسه اما بسیاری او فهمیدگی یا با تمام جوشون جواب میگم ایده خوبش من نمیدونم این پدنالتو ما اویغوریم یا کیتایچن چیان یا من نفهمیدم با خدا قسم اکا ای الله خورشون کنه این پدنالتو بناموسا روز میشود جواب میگن انشالله این همی خیلی مرد بچه های بناموس باشه که ببروید یا 4-5 هزار قرغیز اگر برادر هستن نه که من میگم همین چیز تا پالیتیک که او شجاعت دارن او عقل دارن همون گرفتن پارلمان اوازاشون مقصد دیده شد همون ممن خستن اگیتاتشون بردن که دیدن که تقلب کاریش دسته مقصد پرزیدنتش حزب خودش بود تشکیل کرده رنگی ایمو وری سلابکی کردن این خیلی کار کرد پرزیدنت باید حزب نداشته باشه برادر بله اگر پرزیدنت حزب دار شد بینم خیلی پدنالتی و خودکمگی میشه پرزیدنت معنی باید حزب نداشته باشه بله برای همو این ایو که کردن همتری برادر دیگه او خستن مقصد طرفدارش سورن بکشن به دلی یا برادر میگه که اگر زندانی کنن دیگه کار نمیشه روش اسیا میکنن ده ها ترش هم میدونم برادر لیتینانت کاپیتان بود محکمش کردن اوزی پالکونی کار کرده سای پالکونی بانو خدا بعد 6 سال زندانش کار کرده سای این چی دروغیه و که اون او پرزیدنت قرقیزستان ایترما برومد پرزیدنت شد برادرو ایران نگاه نکنه ان شاء الله هم ظلم و ظلمی مقصد که یک ساختکاری واقعیت نداره 70% روز میرسه همه با جای خش میگیره ان شاء الله روز شجاعت بدور کنه الله نگهدارتون باشه یکی مقصد بسیار گفته باشم با عزت نفس برادران نرسیده باشیم الله همه تا نگهبان باشه بخشش بسیار خدایا رو مددگارتون تشکر زیاد برادر خب برادر مهاجر سلام علیکم السلام و علیکم سلام امیدوارم خوب و صحت سلامت نکه بیاین کوتاه‌تر گپ زنیم تا که دیگر انسان‌ها مثبت کنه برای که вже 2 ساعت گذشت برنامه خب فکر نظر شما برادر عزیز آیا همین جوانو مردم میدونه که همین خود مردم بیزنسی یک اولاد شدگی هستن کیف را محکمشون میکنه با عفو میکنه میفروششون چی فکر داری خودت فکر من یک دوستم انا در تاجیکستان با فکرم که دیگه اگون جنایتکار که نمونده ملیکاشون به ایرانی موندستن بیبکاشون به سون که موندستن باید که همه او را با ایسر نو پولاشون بگیرن جوابشون بتن که با درشی کار کنند ملدهای نومگی باید که ساری زبانی ساری چیزی چوره شدن شما اگون زندانی ما خیش تبور نزدیک یا رفیق اگون زندانی داشتین یک رفیق دارم راسته همین نو صحبت داشتم قطعی یک نزدیکش دوستمی کلان رو گفتن زور مانه رسید چند که؟ $8,000 برای 5 ساله خریدم برای عفو در غلطیدن بله باید همین عفوی 16,000 دا باید بغلطه وقتا باید مغلطید نتونستم چون نرسید یعنی آدم های سومدار غلطیده هستن به سوم نیم خلاص بله بله تشکر برادری عزیز خدا نگهبانتون انشالله که فکر نظر دیگر رو هم فهمه خب برادر
برادر شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرما. سوزه برادر خوبه، نغزه سلامتی خوبه؟ تشکر، امیدوارم که شما هم نغز صحت سلامت باشین. خب برادر بفرما که بگیم انا چی فکر داری؟ آیا همین مردمی ما درک کردگی هستن که یک تاور هستن، کای که ممالی خواه میبره محکم میکنه، کای که فورا با میفروشش، به پول که من با میفروشه پدر مادرش. درک کردگی هستن، نیکیم همش نه نیمش کدامه که در همین سیتواسیای وزبین غلطیدگی های همون میدونه تمام. ای تک مردم ما پروای دیگه کس نداره. در سالانه 1000 8000 16000 30000 20000 50000 آف کردن، یعنی که باز اگر بیرون نگاه کنیم ای آفوی رحمانوف اگر حساب کنیم تنها آفوشه یا 300000 400000 آف کردگی است. همه در بیرون هست، همیو درک کردگی هستن که وضعیت چی است یا که نه؟ نه درک کردگی هم نیستن، درک هم نمیکنن. یگان نزدیک شناست زندان بود برادر؟ زندان است؟ نه زندان نبوده، یا شناسمون همی بگیم که در همون زندان کار میکرده. نه که همی بیزنسی که گفته شما این بیزنس حقیقت داره. برای چی حقیقت داره؟ که در همون کلونا حقیقت داره. همون که وظیفه بلند دارن، در وظیفه پس داشتگیش چی؟ آدمی که در زندان کار میکنه وظیفه پس داره، 700 سم 800 سم 900 سم خوب آیلک بگیره، 1000 سامان میگیره. بعد این همین نقصم هم دلی گفته شما راسته که این بیزنس های ایس پتستاوید میکنن آدم هم برای وظیفهش بلند کردن، هم برای کسشون غوث شدن. تشکر برادر عزیز، تو که دیگران هم قبول کنیم برای پویند آدمان. این برادرها خواهش دارم که لایک بمونه، شرط نیست که اینا شما را بگن که لایک مونه به اهمیت نشین، لایکاتون بمونه. مردم ما رنگ تراکتور به اکومولاتور دیگه تو تلاش نکنید زوادید نمیشه. تو یورا نگو نه مردم ما را اصلا مردم ما را به حد ترساندگان، به حد ترسان شدگان مردم ما. یگان نیشبی دمیمونی بعد سر متی پوینده زوادید نشه. به حد راستی گپ مردم ما ترسان شدگان، به حد ترساندگان مردم. خودش ترسان، همون ترس در دل بچهش دخته است. آخی بچه را رنگی بچه باید تربیه کنی، رنگی دختر نه آخی. در حقیقت هم آگه نگو، دخالت نکه، زندانت میکنه، او فلانی را بردن کشتن، او امام علی پیشوای، امام علی پدر ملت. آخی همین رنگی عروض کلان کرده است بچه را. آخی بچه را با غرور کلان کرد، نه اینکه بچه را تو یک انسان پدر بگوی، پدر ملت، پدر یک انسان پرزیدنت خلاص وظیفه‌اش اجرا کنه، برو نخرین شود. 5 سال 10 سال شای بیست تمام پیشو در من میخوندم ایمینای پیشوا نمیدونم. پیشوا کی را میگم؟ پیغمبر را میگم پیشوا. پیشوا آدم میگن که برای راست میبره مردم. برادر ببین، آخی بچه‌ش برآورده در پیش رقص کرده است، دخترش برآورده رقص کرده است. پکلینی چی را دیدستان؟ کی میشوه این گودکا؟ کی میشوان؟ یا ضعیف کلان میشوان، غرور نیست در یا رقص دیده کلان شدگان. نه فقط رقصگی میگون کو نه یک گروه دلبایو دیگه فنگ برای خودشون دلبایو شو و مالبایو شو کمپانیا کداگی نمی آخی نمیوره گولکا دیده کلان شدستان. این سوکوچی تربیت دادستان برای نسل، میفهمی؟ مثل زن کلان شدستان بچه غرور نداره، بچه یگان گرم مردانگی نداره، حیثیتی مردی نداره، اوژه مردگی حیثیتی مردیش. پروستا نمو پرچوسکاش مردی خلاص ریش میبروره گشتیسته. همون پرچوسکا مردی نیست. همون پرچوسکا مردی نیست. پرچوسکا مردی دیگه خیلی. آوازی مونده استیان موی سر گفتیو گپا که تا ای گوشا پایان کشال گیجای مردکی های زنه گیسه و میخره و خیلی آدم. مردک باید موی سر پس کرد که او آدمی که ریش میتروشه و ایزانک هیچی فرقیت نداره.
занак бояд риш надошта боша. ببین برادر بیا ما در ریش سطر مردم نمیرسیم برای که نه در ریش در سطر نه شما میگه که مقصد پریچوسکاشون این خیلی و خیلی پریچوسکایی که شما گفته وای پریچوسکای وای مردکی هم نیست. نه ببین برادر ما یک تولد چیدم ریش میمونم مثال گیریم پرود ما دا معقوله نه ریلیگیوزنی سیل دارم بگیم که ما برای ریلیگیوزنی سیل مونده باشم نه یگان چیز دیگه پروست تولد چیدم کم تریش برووردم معقول شید تمامان دو شیستو دست نمیخواد بگیم که نه خرابم نه خیلی چی مایمانم اینجا مایدایی که برای ریش مونم پر کنم اینجا نه یگان کانفلیکت ندارم من یا بنیم شکستگی ان شاء الله یگان روزش میکنم یگان کمبودی ندارم نه که معقوله میماده پروست معقول میموندم بهترینه موندستم این بیا ریش ما می یا چی ده حیرانم استانه یا چی ده حیرانم همین دولت حکومتی ما دا همین ریش مردم چی میشد میکرده باشه چی خلال میرسونده باشه چخش میکنه رنگ یا خیلی هستن خیلی الرژی دارن خیلی یا خیلی زنکا و میلادور شون هر چیز اتکاز میکنن ببینن بعد دلشون بیازور میشه و یا هم شاید در دموکراتیا هم میلادور شدگن ولی که امروز دموکراتیا تولد میکنن میتن همین رحمتی بابی ما میگفت که همین بچه‌ای که ریش نداره ریش نمیمونه و حسابی زنک مردک نیست زنک خطوره بابی تشبیه میکنه بیشتر رو ریش نمیمونه برای هم بیا این افسوس داد نکنیم او پنیاتی های بابی منقطع زندگی نمیکنیم او پنیاتی های خیلی منقطع زندگی میکنیم تشکر برادر همین مردک منو همین قش فرق داره مایلی تشکر برادر عزیزی فکر شما و فکر بابی شما بود ان شاء الله خدا نگهبانتون انا خب من زن هستم التماس به چرا میبخشید نه باور کنید شما پایان دادین نه بالا اومدین دیدم شما را قبول کنم سلام علیکم سلام علیکم امیدوارم که خوب و صحت سلامت باشین مادر خدا را شکر رحمت من چند بار میدرم همیشه آچرت بسیار زن استودیا نشیدم خنریستم من یک خواهش داشتم گفتنیم که همین مادر و زن و درآمد التماس همین خواهش مرا اگر اجرا میکردیم به حد خوب میشید همین به آچرت قبول میکردیم به حد کار خوب میشید یک بسیار کار خوب است نه که عدالت است بچه هم بیچاره انتظار است شما پایان دادین وقت شب کار میکنم یک حال فایرات کنم با نمیشه نیوداب نمیشه ما کار برای قبول با یک خواهش داشتم همین امریگل کو یا دامیجه کار میکنه امریگل میدروی همین کم آدم را فکرش هر سونه میکنه التماسی ما همین بود قطعی هم آیت الله قبول نمیکردین دیگه با کاری خوب میشیده به هدمی یکم وی معنی دار گاو نمیزنن فقط وقت میگیرن نمیمونن که دیگه آدم ها بدروی فکر و اندیشی چه گاو زنن باشه ایشالا سیم خواهشتون اگه بزنه سیم خواهشون خیلی برای موضوع گاو میزنم حاجی با خیلی بسیار دلم بسیار پر بود خیلی وقت شما کمه فقط همین خواهش دارم که دیوا چرت بگیرین دلم خالش در میگیره کم برای موضوع تون گاو میزنم گفتی همین آدم ها خیلی همین ای پیش ما با گاو زدن این برادرها این همش یک وی دولت خچه تمامی مردهای تاجیکستان پشتی 70% در زندان های من ایره گارانتی میتونم من وقتی میبینید همی رادیوی آزادی یا که یکم چه همی قشنشان میتونم بچه های تاجیکستان مردای تاجیکستان در زندان های این برای چیه؟ پروسته نمی ترسانده وی اگر آزاد شوه همه و این ها در بی پول نمی حالی یک وی اعلان کده برای بی پول اگر به یکم سوم همی مثال اینا 16,000 شمیگه میبرورم 16,000 دیگه سال دیگه برای مردم از زندان برای او امامالی را خور و پوچ میکنن خوشش میچینن میله و روش میکنن برای او که نمیتونه خیلی برای همون کسی که پول قطی میکنه پولکی میکنه ایس باید در میداره بدر دیگه پول قطی میبره هم خیلی کده که با پولدار میگیره همون بچه‌ش یا که شوهرش یا که همو یا چیشه همو منصبدار با میلو رو یا که بهش کمبغلی بیچاره با میمونه بله آدمی به پول با میمونه هم پول نداشتگی با گیره کده با وای کده با میشه یگان نزدیکاتون زندان شده بود؟ نه اکر راست دیگه بازی نیستو همه همسایمون بود یا سه سال پیش خیلی من خیلی شد نیستم در وطنو میشنوم همو میگن خبراشونه
همون پول قطی خلاص کردن 2 سال 6 ماندگیش پول نی پول قطی همون تمام چیزو داشتگی چیزاشون خانه دراشون فروخته پول قطی خریده خلاص کردن 3 سال 6 تمام دیگه پول نی پول قطی برووردن اگه نمیدونم بچی و ششتگی بود که هم برووردن فقط با پول هم پول دادن زمیناشون خانه و درون ماشین و چیزو چوره همه را فروخته برووردن و وظیفه‌شون خانه مردم داشتگی خیلی یک خیش پاپورو نبودو و ایش بود نه که با یک چی دیگه گفتنیم که همین یک سوال دیگه دارم ده این مثال در شما ده همین کسی که میشنوه توکای همین مردم خب میکده باشه همیشه توکای همین کار همه اوجه دیده سای نرخ و نوای بازار اکای موضوعتون بخشش کم تر میبرم نرخ و نوا رو در بازار همین زنگ بزنی جلوته ای نرخ و نوا یکم ایسون ای بنزین ای گاز و ای دیگه در پتالوگ همه چی همه اوجه میدونه این ظلم توکای باشه من همیشه هیچی نمیفهمم توکای باشه چند تکدست مردم خب شیشتای ای بو خیزنه این لیش نما این نمیخه تیارم این نمی خیف مردم با قطارش این نمیخه من میخیزم روست میرم داجینم در کار باشه میرم یا جانی ما در کار باشه گرفتم بگیره نه که اوضاع تاجیکستان اوضاع این چیزا پا این قیمتی رو بینه باور کنین شکر چای کافی را یگو مینمی چیزایی که لیوخ که کیلوش بعد بینی بعد نیست ای همه جرویی میکنم ایتاک اینمی لیباس پول نی ای همه جرویی میکنم کرومی بروک دیگه چیزایی نمی جمپرو همه چیزای زمینی میپوشیدگی همه خیلی ایتاک با همو پروداکت اویلی کارایی میکنم نمیرسه ای کجا دو تو گوری میگه ای توکای همه مردم خب میکرده باشه من همیشه نمیدونم من اینمی 10 روز نشیده همه را من میخواستم او روز حق و باطل برنامه دا بگم همه کردم استودیا پر بود نتونستم گفته اما داخل شده نشید شما دم چند بارشید داخل شده نمیشه استودیا پر یا همه امریگلی نیتای همه برنامه را زاینید کده شیش همه 10 روز 15 روز شده در خانه همه یک همه اوروستا کار کردم هم خانه یک هزار دا همه او بارکه رفتگی بدون همون خزاینش خیلی سوسو همی گاو زد در همون وقتی که اگر دیاتان باشه روغونه چی کدگی بدن ساز کدگی ده همون کلاش بانکی تمه دایکو همون صاحبی تاجیکستان همین روسیه چی میکنه همین آدم میبره برای پروژه همون روغونه کشیدن خونه همون اوروسه ما کار کردم همین را نقل کرد با زبان خودش ایرا ما در خونهش کار کردم با زبان خودش همون اوروس ما در گاو بزد همین گپاکی امامالی چی گفتگی برده برای هم پروژه روغونه کشیدن و همو چخه باید همو روغونه و احساس کنن و چی کنن با وای گفته که همین اوروس همو چیکار همو وی کلام بده گفته ای خیلی باید نکنی ای او اگر یک که همین ما میکنیم ما فرق نداره که یک که کنده شوه و همو سربند کنده شوه بزنه بروه تاجیکستان کلان نیست یعنی میشه ششته میروه گفته ده میگم من خودم همین گفت گفتم و شما گفت که پریزیدنت شما میگه او آدم خوب نیست گفت حیران شدم چی بخیر چقدر از حد نمود آدم من گفتم چی گفتم ما خیلی چیزا رو نمیفهمم گفتم گفت که ماده گفت ما همین کار کردم با گفته که همین میزنه یک نیمی تاجیکستان اما یک نیمی همین تریتوری روغونه میشوه با این بانکش که بانکی تمد واری سرش بانکی تمد کدگی گشته گفته که دوشنبه را نمیشوه آخی ما ده همیشه بگو دوشنبه را میشوه یا نه گفته با گفته نه طرف دوشنبه نمیره و همین تریتوری روغونه زده میره و او گفته اگر که وقتی کنده شوه گفته خدای نکده خیلی که کنده شوه گفته هم دوشنبه را نشوه شید ای تاجیکو گفته یا رمی گفتندن ایسی سرکی ایسی میروان ایسی سرکی ایسی میروان نه تو ملت خودشه تو پریزیدنت تاجیکستان ملت خودشه رمی گفتند گفته با حیفین دیگو میگه که ما اینم خیلی کده نگاه کده موندم گفته تره گفتن که بکو همه دوشنبه را نشوه شید گفته بعضا اگر دروغ بگم این خدا در تاری سر شاهده در خانهش اوبارکه کدم همون خانهاش اوبارکه کدم انا میگه پس اینم گفت ما گفتم که سریوز نگفتم گفت که چایا باید سشتالیو کواتا گفت این میگه پس اینم گفت که انا خیلی گفت همون ساله که اینا چند سال شد گفت به همون روغون ما کار کرده بدیم شما را گفت رنگ گوسپند گفت همون خلقی خودشه گفت چنی گوسپند گفت شما قدر ندارین در پیش پریزیدنت تشکر مادر عزیز تو که دیگرو را هم سخن بتیم ان شاء الله با برنامه روغون دا صحبت میکنیم با حضور مایل خیر در امان خدا باشه خداوند پروردگار موفق بگردانتون همه یمی
мардуми мубориза и авлоди тортанак зада и авлоди веши аҷриқа несту новуд кана илоҳи на ба ҳамин халқе касе ки мешнава инам хе гуфтанем ки то кая мо хаб мекунем то кая уже намхе со ки мардума ҷафида гирифтеса ягон чи намондай дига мардум ҳамиқа ки илоҷ надора хонахез мехеза меоя Россия илоҷ надора майли тасассура дар амони худо боше хай бо суҳбатҳои дига да бо медарад خدا نگهبانتون شمارم. خب برادر انا محمد سلام علیکم. و علیکم زودتر میگیریم تو که دیگران هم وقت رسه که وقت هم زیادی بچید. چی فکر داری برادر در باره زندان؟ زندان یا بیزنس های برادر یکمش دیگمش که همین مردم کمتر صاحب پول میشم کدام میره میبینه که صاحب پوله میبنه زندانش که ایسی پول شما میگیرن که هم نام بیا بخوره که نبره تمام. تا چیزای راهی چی باید کرد بعد اینه آدمایی که همین سیتواسیون همین خلق مردم ملت همین چیز همین 20 سال زیاد چی فهمیدن یگان چیو که ولی هم نفهمیدن خلق نفهمیدن ولی برای فهمیدنشون خوندنشون در کره آنها چی کردن در کره حکومتان همو سویدنیکوش بیسعود نیستن این همین تستیش کردگیان اوزی میدونن که خلق میگذره میخونن میگن که تو بالد نمیرسه برای بنا گذاشتنت بعد با دگاورنوی توغریش میکنن میره مقصد همی یگون 10% اگر بگذاره میگذارم آدمای خشون دیگه 80-90% فقط پول قطعی میگذاره همیش هم بیزنس های معادیشان دخترشان کجای شکینا میگیری بیزنس های گولک سینف یک میره وزی 150 سوم زیاد میره در فراز میبره میسپاری دختر نمیگذاره میبره سمامیتی سپرف کاره میتن میو برای قبول میکنن بخون در کجا توغری میگیره جای شکی نمیگیری بیزنس های یگونه راه امی پیشوی ملتش نمیگوره دشمن ملت هم میگیریم سامانیده شده کشکه میبری بالا شده کشکه میاری بعد این چیزا عیبان میره نباشه نمیره هیچ وقت یک دیرکتری که باید در مکتب دیرکتر شد در معاری میبری 5000 سومون میتی میبرن ترا دیرکتری مکتب میمونه برای یک دیرکتری مکتب شدن او دیگه تمامی ساحش بیزنس های دیگه نمیدونی در کم ساعت کردن پول سویت هر سری ماه میتی دیر کردی سویت همه برن او سالبا همه پوشیدگی او سالبا را میخری 1000 سومون بو سویت های فیرود میگی 200 سوم تا میگیره و سالبا همه چیز نمیتر در کجا تو خونه میگیره. تشکر برادری عزیز. سلامت باشید. زندانی نداشتین شما؟ ما یک رفیق داشتیم همه هر وقتی که میرفتیم خیلی وقتی که میره جا سپسکای کمیسور سود پیشنهاد کردگی کردن کمیسور سپسکای دست های هوی میتن نباشه نیست پول میده میدر اومدیم در مقصد چند سوم؟ اما هر خیلی بودو فکر میدادیم پول میدر اومدیم میدیدیمش خیلی با یکون سومی با امو چیز امو افسیری که در اونجا کار میکن سوما میدادیم افسیرو دا بعد داو درون با عدیس افسیرو میگفتیم بعد اونجا میدادیم دم برادر مقصد. تشکر برادری عزیز خدا نگهدار. سلامت باشی الان خب الان نگهبانی شما باشه. خب نوت استاپ سلام نو استاپ نون استاپ. سلام علیکم برادر. امیدوارم که خوب صحت سلامت باشه. رحمت شما خوب باشه. خب برادر بله برادر جون همین برای زندانی‌ها چی گپ میگن همش حق میگن. خدا چی از وای داده داد. خب برادر عزیز فکر نظر شما یگو زندانی داشتین اصلا در ما زندانی بیشتر داشتیم و زندانی بیشتر داشتیم همه بگیم. خب چه خیلی باید بگیم که یک سال در یک زندانی چند سوم راست خود میکنی برای خبرگیری و کسال بالیسش مقصد که شرایط خودت نگاه میکنی دا نکی راست خود دارو دو هر یک شکل زندگی راست خود در دو جان در آمده یگون آدم آف در برواردگی هستین و چند پول دادگی برای آف فکر میگن که 15,000 16,000 سامیتان ای همه شاری یاروشون سیاه میکنن دوام که یاروشیویشون هم آف میگن که بخدو اینمو 4,500 آدم یک در دروشتگی در یک میدونش یک مقصد همون مقصد دور سلامش میگویم. تشکر برادر عزیز تو که دیگر رو هم وقت بتیم که وقتی ما هم کم موند.
خداحافظ. خدا نگهبانت. خب کی باشه اینجا برادر بگیم که امردین. سلام. بابا سلام علیکم. خوب هستین شما؟ اینجا هستین؟ تشکر. امیدوارم که شما خوب و صحت سلامت باشه. خب برادر پویز رنگ بالونه پویز. چرا برادر هم قدر آف میشه و اما زندان خالی نمیشه؟ سبب جنایت برادر عزیز، جنایت بسیار شدید است. چی به تو فکر داری که همین مردم تاجیک هم قدر جنایتکار هستن؟ برادر انسان در یک 24 ساعت فکرش، عقیدهش، منینش هر وقت عوض شدن ممکنه، به هر کار دست دادنش ممکنه. نه خیلی قصال شده که دیگر همه قدر هم مردم تاجیک جنایتکار هستن. تنور از دیگر دولت ها هم جنایت میکنن میبرنشون تاجیکستان، در تاجیکستان هم جنایت میکنن میبرنشون. آف چند پول میاره از نگاه خودت؟ نمی در یک بگیم که یک آفی که میگذرونه چند پول کار میکنه حکومت از همین و کجا میره؟ راستی گپ این پول کار کردنش من نمیدونم. گپ راستیش خب کجا میره همین مبلغ ها؟ شما یگان زندانی داشته؟ نه من یگان الحمدلله خدا باشه زندانی نداشته. یگان خیش تبور نزدیکی و رفیق یگان که زندان نبود؟ نه. خب چه پیغام داریم برای مردم؟ برای مردم گفتنیم که یکمش که یگان وقت یگان انسان یگان وقت باید یگان چی نترد مرد باشه. یکمش دیمش که وقتی میبروید کسی مرد باشه، همین انسان باید همه جانب همه طرف نظر کنه. یکمش که اصلا زندان پروست تگ نیسته. زندان یک درس ادب میتن تراز پروست تگ نمیبرن تراز زندان کنن که تو کار کردی. زندانت میکنه که ادب یاد بگیری که فردا آزاد شدی باز همون گناه نکنی. بله چه ادب یاد میتن برادر؟ یگان مکتب از درونی و درس میتن یگان بله درس بعد درس سوارشیکی کنده کوری تمام چی است بدی خودت برادر در همون درون بدی؟ در کدام درون زندان نبودی خودت؟ من دیدم او در درون زندان بدم بچه‌ها هم کنده کوری نه تو دیدم تو بدی در درون زندانی ها نبودی خودت؟ نه مرا چی محکم میکنن؟ من دیونه ما چی محکم میکنن؟ من دیدم با چشمم دیدم. چی را دیدی؟ با چشمم دیدم که بچه‌ها کار میکنن، سوارکشون یاد میتن، کنده کوری لوبوی کسبشون میتن. هسته چون نبوده اصلاحاتی همه کار است در دنیا. دیپلمشون میتن بعد از زندان برآمدنشون که سوارشیکای پالون 5 سال 6 دیپلم پروفسیونال سرخه 5 سال در استانه برادر عزیز ما نشدیم. چیزی که دیدم واقعیت های مثل مرد میگم که دیدم، چیزی که میگم که ندیدم میگم که ندیدم. باشه اما همه امیر چیزا فهمیدی؟ همه مردم گفته که آف دا برای غلطیدن 8000 10000 کمترین پول باید بتی که آف دا بغلطی. باوری داری همین گپ مردم ده؟ ببین برادر عزیز اینجا آدمایی که در اینجا داخل میشن این آدما همش در خارج کشورن. نه همین گفتن که همین خیلی حالت هست. باوری داری گپ همین مردم ده یا نه؟ من اولش که از پول گرفتن او خبر ندارم. این آدمایی که نه من همین ای خارج کشور گپ بزنم من باورش ندارم. در داخل برو یک گپ بزنم بگه که من اینم حوزه $8000 داد میاد یک ویدیو یک نوار نشون میدم تصدیق کناش که اینم فلان کاپیتان فلان جنرال منم پول دادم برای عفو فرزندم. تصدیقی که در داخل زندان سوارکا یاد میتن، کندکاری یاد میتن، دیپلم میتن و زندگیشون خوب است شرایطشون. نمره واتساپ تروی که من میپرتم بگو نمره واتساپ تا من بنویسم روید میکنم. گپ مرد در مسنجر ما روی که اکمال استانه بنویس در مسنجر ما روی که من مسنجر ندارم. وقتی مسنجر ندارم. سلامت باشی اگریم خیلی باشه. خوبی خلاص دام کداگی ای بی بچه کم تاخیر تلفن خفون کی بتوی درام تلفن. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. ساز تهش خوبی هستن. اطلاع آف چند پول درآمد میاره با کیسه بودجه اویلوی؟ ما در خبز همش نمیریم گیجا
علف خوردم ایده میره خیه دقیقه بیست. اما زنه که برومد اولا دروغ میگه که گویا که محترم پیشوای ملت گفته باشه که مردم گوسپندن و فلان و بشواش بره. گوش که بس اگر حق میگه پس ببرن نام همون روسی را که رفته از در خونش کار کس بگه مشکلی نیست. من میرم همون روغون نام های همون انجینیرها و نام های اول همش هستن میبینیم که راست میگه یا دروغ. انجینیر یک طرف ما امروز موضوع ما در باره زندان است. خود همچون یک زندان شده، همچون ربوده شده، همچون جبر دیده. باید چیکار کنی در آزادی بگردی؟ پول بتی بلیسی چیکار کنی باید؟ ما الحمدلله انا ندیت خیلی تحقیر میکنی. خیلی لیسیدی از زندانی ورشو آزاد شدی؟ ما یکان جو زندان نشیدم. در کذاتت کنم که چند روز در سرحد جنایت کردی آدم غیر قانونی گفتی میگذرونم پول گرفتی خیانت کردی و همون دولت که ترا پناهندگی داده است بردن زندانت کنن. مرا گوش که اگر ایمان همون انسان ای کافر باشه که همین کارا ما کرده باشه و برای چی محکمت کردن در سرحدی برای که اونم جناب عالی پیشوای ملت در اینجا روان کردگی است که من جنایتکارم و ایگیل سر کار دارم. چرا دیگر رو نکردن ترا کردن نمینه؟ دل روی کرده است در همینجا دل روی کرده است پروست اگر نه گپایی که در زلو گفتن دروغ بود نسبت در گروه بیشتر گفتن میگم یو همش گپ بود. اینمی گپایی که اعتراف خودی سهراب ظفر هم دروغ بود که ترا از گروه خارج کرده بودن. اگر همین گپ باشه اگر هم سهراب ظفر هم اگر همین گپ گفته باشه نشید دروغ گفتگی. پس نشید شما همین دروغگوین. کمی اگر گفته باشه دروغ گفتگی است. انا که آیت الله آف چند سوم درآمد میاره ما یک آف چند میلیون درآمد میاره؟ آف یگان سوم درآمد نمیاره بلکه اشک مادرای تاجیک اشک شادیشون هم میرسونه. بگو که ایمان کم دروغ میگه ایمان شک کافر بگیره پول نمیتن نمیبره یا نمی آدمای افداغلده پول نمیتن ایمان شای کافر دروغ گوره. گوش که من در عموم گفته نمیتونم کلمه دروغ میگه ایمانش از کافر. سالی که گذشته بود انا یک سال پیش بود والله الحمد 2 سال پیش بود یک بچه تقوی خودم خیلی تقوی دورتره بچه تقوی خودم با خدا قسم با نام الله قسم با نارکوتیک کشیدگی بود آزاد شد برومد برفت به هیچی بانقت نارکوتیک با خدا قسم به هیچی آزاد شد برومد برفت. یک صغیره که 2 بار ششتگی های فهمیدی یک صغیره بگیم همون در تقوی مونه از زن گرفته از زده بروورده است پرتوفت هستش همه 2 بار 6 همون افده به هیچی برومد. من بودش حتی اوچه گفتم که انا یگون سوم دادی برووردش گفت من دیوانه ایم سومتی میام برورم به سوم برومد. آدمایی که گفته ایستادن که مثال $8,000 $10,000 $7,000 $9,000 داده در اف تغری کده برووردن بگیم شناساشونه همه چیزا دروغ است. میگه که برادر اصلا یک گپم میگونده شاید در موبایل کلاب ها باشن ولی بس گوش که من قبول ادای توخیره بگم شاید در موبایل کلاب ها باشن که از همین اوف سوء استفاده کنن. برای همه معلومه که دزدها و بعضی جنایت هایی که هستن در همین اوف میغلطن. فهمیدی؟ انا شاید کلاب های پیدا شوند در بین مردم دیگر او جنایت که از نکرد او فرزنده برای همون مادر پدر گوش که برای مادر پدر هم خلاص برای مادر به توخیر گفتم برای مادر پدر عزیز است. میرم میگه که خیلی شینوز دارم فلان دارم بیسمدان دارم بچه تر یا دختر تر در اوف میغلطونم پولم بده پول میگیره. همچنانه که همین روز من در شبکه اینترنتی دیدم موزه سلیم کور چوب کرده است که انا 4 نفر با کلابی یعنی که با ویزای دروغی سال 2020 یک شهروند فریب کرده از گرفته است برای ویزا برای طرف اروپا رفتن $4,500 و $5,000. همین خیلی کلابا در تمام دنیا هستن. چی در درین روسیه؟ من در درین روسیه در زندان نشستگی بودم از درین زندان مردم فهم میکنن
پول میگرفتن. این خیلی قلب، اصلا همین قلب ها در هم داری شما هستن. آیت الله یعنی که این چیزایی هست که رد میکنه که حکومت یعنی که اوفا بیزنس نمیکنه. مطرح میگم که من زندانی داشتم، من خیش توارم بود، قسم در عموم قسم نمیخورم برای که نمیدونم در عموم، اما چیزی که بچهش میخوادم میگم به آزاد برو. من چی با اینقدر زندان اوفا میشود، چی با زندان خالی نمیشود؟ یعنی همین گوش کو برادر، یک سوالت میتیم همین سالی گذشته بود اوف شد به فینو والله عالم، یا که پیجای سال بود تمام همون بچه‌ای که 307 خطی بدن، از اون جمله سلیمان دولتov، از اون جمله جمشید شریفov، از اون جمله هم بچه‌های گروه بشور که امروز هم فعالیت دارن در گروه تروریستی و اکستریمیستی، هوایی اوف شدن. از هوایی یگون کسوم گرفت. اگر که اولی گوش کن، اگر اوف پلاکی میشید از اونه که اون 200-300 نفر و 50 نفر را که اوف کردن در اوف قلدوندن و هم میفروختن، اگر با گفت $10,000 اوجه همون 100 نفرش خودش یک قیامت سو میشوه. میفهمی همیتره؟ اون همون شما را بهوده اوف نمیکردن، همون میفروختن. از این برمی میگن که اوف ده اوجه دیگه نمیکنن، تا استانه ویتو اویتلوی تو فلانی نگه نمیکنن. بیا من نام تعلیش میکنم از اینجا. چی با؟ بچه بگمود می نویسم. تو از خدا نمیترسی؟ ریش مونده خداوند در قرآن میگه که من میگه انسان در بهترین حالت خلق کردم. شما ادعا میکنی مسلمان میگه که از اسلام اصلا تو اصلا گوش کن، اصلا ترام بنای که من اصلا خفا نیستم. چی بگو؟ سوال افته چی بگو؟ بگو خیلی سوال افته. دایا داری در کانالی زلو، در کانالی نوی تاجیکستان دو بود و علا علمی که گروه بسیار بود گشتی گفتی من میخوام در تاجیکستان کنته ها آزاد باشن. داری همین گفت گفته بودی زب صدا رو اوکی همون همه گو میره تو آزادی کو. نه گوش که تو گفتی که من میخوام که کنته ها آزاد باشن. همین گفت تو گفتی این همی تو آزادی. نه تو گفتی که در دولت ما گوش که تو گفتی که در دولت تاجیکستان حاضر آزاد نیستن. من میخوام یه دموکراسی. تو آزاد نبودی نه آزاد گشته سیاسی. تو گوش که تو گفتی که در دولت تاجیکستان کنته آزاد نیستن، تأخیر میشن، فلان میشن، بسمدان میشن. انا تو خودت گفتی که من میخوام یه دموکراسی بسازم که کنته آزاد باشن. من نمیخوام بازی سوخته است اینا تو آزادی میشول گیریم. نه ولی گوش که значит نگاه که ما بچه اسلامی ام الحمدلله و قدیم محدین کبیری، حالا گوش که قدیم محدین کبیری اگر صحبت کردم آشکارا در ایفیر گفتم که من شریعت از همه چیز بالا میدونم. گوش که از دموکراسی و از دیگر چیز نه که تو значит گفتی که من میخوام دولت مقصد بسازم که کنتی ها آزاد باشن. گفتی همین گفت گفتی значит که خود کنتی значит همون خود دینامی آزادی ما همون طرفداری کردیم که کنتی آزاد باشن. هم یک значит خود حالا گوش که صغیره значит خود کنتی که همین چیزا خواستی. بعد دیگه یک نشانه که خودت گفتی، دویم نشانه که در دولت که همین مخنثا آزادن توی برادر. من الحمدلله در دولتم که 5 وقت مسجدم در پیش من نماز من میخونم، فهمیدی؟ و الحمدلله که مثلا تجارت من میکنم کسی به من کار نداره. فهمیدی برادر عزیز؟ فهمیدی برادر جان؟ چه کردی خیرت کردی بو؟ نه ایشالله که من گفتم آیت الله نام تعلیش کنم برای که اصلا هر کاری میکنی که من عزت از الله میدونم. فهمیدی؟ من جز الله گوش که من جز الله دیگه درگاه عزت نمیطلبم. اگر تا هر چی نمینیزی الحمدلله من عزت ندارم. فقط کلاد نتوه رنگی هم کلاد بگمود بوری تیگو که خیلی میبینیم. مجبوریم ما بچه بگمود بنویسیم. چیکار کنیم؟ و دورتر بسازیم. یعنی که گوش کن تو میگوی که مقصد که باید در تاجیکستان همه آزاد باشن، همدیگری تأخیر نکنیم. درست؟ حالا درست تو مادر مرا بکدم گوش که مادر پدر مرا تو بکدم انا اخلاق انسانی تأخیر کردی.
مگر مادر و پدر من بگیمودن؟ نه البته تو امروز دفاع میگوی گوش که تو امروز دفاع میگوی از ملت تاجیک مگر مادر و پدر من شهروند تاجیکستان نیستن؟ مگر مادر و پدر من در دولت آینده که شما میخواهی بکنه قدر ندارن؟ پس شما از طالبان گوش که پس معلوم است شما از طالبان یگان فرقیتی نداره. پس میشه او گپایی که شما میگه دروغ هستن. فهمیدی؟ من داشت من قطعی شما اختلاف دارم، من قطعی شما اختلافی نظر دارم، من شما را دشمن میدونم، شما مرا دشمن، اما مادر و پدر من را چی باید تحقیر منی؟ من مادر و پدرت را تحقیر کردم؟ مادر و پدرت بجای مادر و پدر من بس که رنگ دخترکوی که قهر کرد این علیش کرد. من قهر نکردم. گوش که گوش که من قهر نکردم. گوش که من اخلاق شما را برای ملت نشون دادم که شما نفرای هستکی گوش که شما نفرای هستکی در شکلی که امروز مردم افغانستان گفتن که طالبان داماد نگیره بمبری سرم دا بالومون مرا گوش که شما نفرای هستکی گوش که قطید بگردم بون نفس نگیره قطیزگم مال گوش که اصلا شما نفرای هستکی ولی رای نگاه قرآن کافرش گفتی زنش فلان گفتی دختراش گفتی فلان هستن دوماداش دهیوس هستن بیار ایروی قرآن ایل مدنات کسافت آخی نه که نوارد چی زبسه نوارد چی زبسه نتونسته وارد چی انا گوش که حال بید گپا دیگه سونت جورا تو شما شخصای هستگی چگونه که امروز ملت افغانستان در افغانستان دعوا دارن که طالبان یک گپ میگن مردم کشته سیان وعدهشون در پیش آینه نیاگون دیگه است مردم زیر بمب زنش شما نفرای هستگی گوش که شما نفرای هستگی مردم دعوا میکنن که ما حقوق شما را دفاع میکنیم فلان زنش شما خودتون قاتل مردم هست شما خودتون حقوق شهروندان را این نوشابه این چی تربیه است کمتر نفس بگی آخه من نفس ما میگیرم لیکن تو کی هستی که گوش که تو کی هستی که پدر مادر کی حقوق داده است که پدر مادر من را تحقیر کرد اما میبخشی برای یک شوخی کردگی میبخشی چیده مطلب بخشم تو کی که مطلب بخشم تو برای پدر مادر من افیسل بخشش برس برای اینا ما پدر مادرت بخشش برس پس یعنی که معلوم میشه که شما چیزی که به زبان میگه به عمل اون را تطبیق نمیکنید درست؟ کو پدر مادر فیرات که بخشش پرسم که من همین بچه پدر مادر ما فیرات کنم تو اگر که عملا تصدیق میکردی ای بچه نه رد با خودو ای چی تربیه های؟ آخه تو کی تری نبودی که گوش که آدم یک عربا یک مقول دارنده کما تدین و تدان چگونه که رفتار کردی یا قرض داده هم که میگیری فهمیدی؟ چگونه که تو رفتار کردی تو به تربیه رفتار کردی به اخلاقی رفتار کردی تو صدقه تربیه کنه صدقه اخلاق کنه صدقه آدمگری کنه صدقه انسانگری کنه اصلا تو یک کنته نباشی بیا زب سمونم من هوا کم نمیزنم اگه نخود تو همین این آواز تو گفتی که تحقیر نکه با خود مرا تحقیر داری من تحقیر نکنم زب سمونم که تو خیزی گفتی که مقصد که من میخوام در تاجیکستان کنته آزاد باشن همین ملو بچه گوش که ملو بچه میگه میخوام که ملو بچه آزاد باشه دیسکمن میگه میخوام دیسکمن آزاد باشه کنته میگه میخوام بمونم زبشه زبز دزلو هست همه میمونمش گوش که بمونمش خدا در همجا کنته اعلان میکنی این همین تو ها بگو 10 منوت وقت بده تو مرا گفته استی که من میمونم مایلی تو بمونم چی بمونم میمونی برای زبش مونی گوش که برای که خدا اعلان کنی همون خیلی چیست اطلاع برادر وقتی برنامه بود چی اصلا زبشات از آینده دیگه بگی بیا جوره مایلی اطلاع وقتی اعلان میکنی کنته یه بار دوشنبه را تماشا که صدقه هم خیلی دوشنبه کنه یه بار تماشا که دوشنبه را دیدی چخیل محترم رئیس شهر محترم رستم امامعلی چخیل آبادی کرده است در نیم شب ساعت تو رستم امامعلی اومدن دوشنبه جزیر بود لبای تو رستم امامعلی اومدن دوشنبه جزیر بود
اینقدر آباد نبود. آباد شده بود اما اینقدر آباد نبود. وقتی که رستم اومد رئیس شهرش شاپسر رئیس شهرش چیکار کرد رستم اومد چیکار کرد در شهر چیکار کرد با دستور هدایتاش همه جا سبز و گل گلزار جای بهیش خدا تو حیوانی سبز میخری ما حیرانم تو گوی اگر خداوند گوش خداوند تقدیم خداوند میگه که جنت میگه جای گل گلزار تو زنش جنت رو آمدنی نیستی باید سلمان باشی قطعی تو برای که هفتهش زیادی نیستوی تایتی میدونم کیت یا دیونهی کلا دم کدگی باور که این فقط دم ابرای خدا جان تبگیر بعد در واتساپ های در وایبر زنگ بزنید یا در مسنج برو بعد صحبت میکنیم آیت الله خیلی راستی آیت الله دوست ما است بگیم که آیت الله هرچند که نمیتونی گپ هم میزنه خیلی که میفهمین در تاجیکستان است باید گپ زنه آیت الله قطعی بسیار یک 2 سال 3 سال فقط در علاقه شب و روز بگیم قطعی آیت الله بدیم بسیار بچه خوب است بسیار گپ میزنی یگون چی میکنی همون کلاش دم کدگی کلاش رنگ کلا بگمات بوری یعنی یکی خودش بچه سوزه به هر حال بعد آیت الله میبرویم مسنج دل با صحبت میکنیم دوستای عزیزم برادرام امروز موضوع ما راستی موضوعی بگیم که زندان بود درباره زندان گپ زدیم زندان یک بیزنس شدگی است یعنی که تاجیکستانی یک تاور شدگی است میقپا میبره ای در مدرو را ای در دیگری میفروشم او شما وقتون هم شاید دمو خیلی انتظاری کشیدیم که آدمای میبرن درباره زندانی دارن گپ میزنن اما متاسفانه بگیم که نمر اومدن به هر حال این از ساعت 3 ساعت هم شد صحبت داریم دیری بعد هم شد کمی که подписаться نکرده است در کانال подписаться کنین فکر نظراتون رو بنویسین انا لایک مونن خیلی اختیاراتون یک دیگر که زور کردن یا چی شیدیم حتما پدیلیت کنین دیگر انسان ها هم این نورو رو ببینن و بگیم که بخد به خلاصه انا چیکار کنن بیاین باقی تو هفته آینده هموطنان عزیزم خدا نگهبانتون حتما برنامه شنیدن که باید مانند دیدن در این کانال هست در اومده تماشا کنین ببینین حتما و بگیم که بهای خطونه بتین آیا ما دوام بتیم یا که نتیم سلامت سربلند خونه و بود باشین هموطنان عزیزم